رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، باز هم در نهایت این دهه مبارک، یا میتونیم بگیم نهایت ماه مبارک رمضان و تقریبا دومین شب‌های تاق که امروز شب 23 ماه مبارک رمضان است، امیدواریم که انشاءالله در عبادت هاتون، در دعاهاتون هر دقیقه این روز را غنیمت می شمارید، هر دقیقه این شب بزرگ را غنیمت می شمارید. و من بارها هم تکرار کردم، از شب 21 22 23 24 25 مهمترین شب‌های ماه مبارک رمضان، همش تا 10 مهم هست، ولی همین تا 25 انشالله که همه توجه که نیست که شب 27 یعنی که شب زنده داری نکنه، چون که از اون قدیم الایام شب 27 قدر میدونن. ولی اون چیزی که من براتون توصیه میتیم همین، یعنی که تا شبی، یعنی روز یک شنبه که سرش دوشنبه است، تا همون خوب دقتید انشاءالله. دیگر باور کامل دارم که بسیار از برکت و آن چیزی که برای هر یک قدم و شما مهم است براتون حاصل میگردد، خودتون انشاءالله که از نتیجهش آگاه خواهید گشت. به همون خاطر در عبادات شب کوتاهی نکنید. همین چند شبی به شمار مونده است و نمیدونید که در این چند شبی به شمار چقدر فضایل و بزرگی الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مهیا کرده است و گذاشته است تا اینکه اونو بگیریم. فکر که یک خزینه است و باید که همون خزینه را پیدا کنی، ولی نمیدونی که در کدام شب است، ولی جستجو کنی. باید تو میره خواب میره، هیچ وقت خواب نمیره. برای چی؟ برای که دهمی دنیا در کار است، ولی خزینه و گنجی که برای آخرتت است، برای قبرت است، ای خیلی او میگوی نسیه، چیزی که نقطه در دنیای ما پگه میرم 100 روبل یا 150 سومونی یا 5000 روبل کار میکنم، بعد شب خورم پگه بخیزم برم. که الله شاهد است، از اون 10,000، از اون 100,000، از میلیونی که تو در یک روز کار میکنی و یعنی که این شب از خاطرت میبروری، برای هر یک کدام شما این مهمتر است. اگر لو کنتم تعلمون، اگر میدونستید یگان دقیقه یعنی که خواب نمیکردید. چرا؟ چون که اون واقعیت هست که الله سبحانه و تعالی برای ما پنهانش کرده است، مستتر و پنهان است، تا اینکه ما جستجو نماییم و اونا پیدا کنیم. خوشا به حال افرادی که یعنی تا این روزها کارهای انجام دادن، خوشا به حال اون زن و مردی که تا این روزها عبادت کردن، قرآن خواندن، شب زنده داری کردن، صدقه کردن، عملهای خیر و خوب کردن. واقعا هم ببینید که 22 روزی ماه مبارک رمضان سپری گشت و یا 7 روز یا 8 روزی دیگر باقی مانده است از این ماه و این باید ما از دست ندهیم. فرصت طلایی‌ای است که در این شبها می توانیم دعا نماییم تا اینکه الله ما و شما را از این ظلمات و تاریکی و از این وحشت و از این دیکتاتوری خانه سوخته بدگوهر ما و شما را الله نجات بتید و نجات ما و شما در دست ما و توست. بارها گفتم و بار دیگر تکرار میکنم، انتظار نزول ملائکه از آسمان نباشید. هیچ ملائکه برای رحمان و عزت کردن رنگ مدور رو نمیبرن یگانجا، هیچ یگان ملائکه نمیفراید. انا همین کاری که میتونیم انجام بدیم، انا همین من و تو و انا همین دستای ما و توست و انا همین زبانها و انا همین نعره های یعنی تنین اندازه که کاخ رئیس جمهور، کاخ رحمانوف رئیس جمهوری غیر قانونی تاجیکستان بلرزه میتوند رو ورده. انا همین زبانی ما و تو، انا همین دستای ما و تو و انا همون عملکردهای ما و تو و این چنین دعاها و اون چیزی که مربوط به مسائل روحانی و عبادی است و اون چیزی که الله سبحانه و تعالی ما و شما را باید اون چیزی که گفته است ما و تو عمل بکنیم. اگر به گفته اون عمل کردیم پس حتما نجات و فلاح ما و تو حتما در آن وجود دارد. خب امیدوارم که انشاءالله این شب‌های بزرگ را دیگر یعنی که به فایده نمیگذرونید. خواهش میکنیم تا همین یعنی که نهایت همین هفته لااقل یعنی که فکر کنید که از همین روز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، 5 روز خوب شب زنده داری کنید دیگه. او طرفش انشاءالله که حتما خودتون شب 27 گذشت. بعد از اون اگر چنده که بارها گفتم، بار دیگر میگم، امکانی آمدن در شب جفت وجود دارد.
یعنی که اگر رمضان 30 روز باشد پس شب‌های جفت کوفتن در کار، اگر رمضان تا 29 باشد پس شب‌های تا خدیدن در کار. پس خشا به حال اون نفره که همه شب‌های رمضان زنده نگه می‌داره و عبادت میکنه، ذکر میگه و دعای معروفه که برای بخشوده شدن ما و شماست، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اینا بارها تکرار میکنه و مانند ذکر که استغفر الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوه الا بالله. میگه انا همین ذکر اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وقتی بخشوده شدیم ان شاء الله که تمام آن چیزی که ما و شما عمره دارند در مکانهای مقدس، در زمین مشاعر مقدس، در مکه در مدینه قرار دارند، زنها، مردان، مادران، خواهران زنگ میزنند، صحبت میکنند و دعا داریم، میگن خیلی ممنون از لطف شما، کمک شما انا همین دعا هست، دعاهای شما از میلیاردها برای ما بالاتر می ایستند، دعای شما برای ما خیلی مهم است و هیچ وقت شما از دعا کردن در حق ما فکر نکنید. خب انا همین دعاهای خاشعانه و خاضعانه هر یک از ما و شما امیدوارم که ان شاء الله قبول درگاه میگردد و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله بندگانی بخشوده شده از آتش جهنم و پیروز شده در این دنیا و این چنین دعای معروفی که در قرآن است، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این دعا را هم همیشه تکرار کنید و این طلب هم دنیا و هم آخرت است برای ما و شما که امکانی پیدا نمودن آن چیزی که در دنیا و آخرت تمنا و آرزوی آن را داریم. خب بیننده عزیز و گرامی، چنانه که موضوع امروزه گذاشته ما از منپولیای عائله امام علی رحمانوف صحبت میکند و عنوان برنامه من هم گذاشتیم تا کی اقتصاد کشور زیر منپولیای سمیکا میماند. بله، برنامه ما عنوانش چنین است و تا کی اقتصاد کشور ما زیر منپولیای انا همین عائله کثیف رحمانوف قرار میگیرد و خب دیگر ما و شما در انا همین وضعیتی که فعلا قرار داریم باز هم قرار میگیریم و آینده بدی را برای خود و برای فرزندان و برای نسل آیندهمان باز هم در حالت قشاقی و در حالت ضعیفی و در حالتی که هر یک فکر و تجارتی که ما داریم باید یک نفر از این عائله با هر راه و وسیله باید اونا از ما بگیره. اونا خودشون عقل تجارت ندارن، اونا رو تجارت های مردم دیده ایده و فکری که باید انجام تیان انا همون فکر و ایده را چکار میکنن از مردم دزدیده یا همون تجارت های همون مردم گرفته و طبق همون اینها عمل میکنن. و همون خاطر هر یک نفر که امروز در کشور ما و شما قرار دارد، هر یک کدامی که تاجیکستانی است و شهروند تاجیکستان است، هر یک نفر که برای وطنش دلش میسوزد، پس باید آگاه باشد و بداند که ما و تو تا آن وقتی که این عائله رحمانوف در قدرت هست و منپولیای تمامی یعنی تجارات کشور را در اختیار خودش مسدود کرده است و یعنی که زیر انحصار عائله خودش قرار داده است، پس بداند که امکان ندارد که نجات و پیروزی ما و شما و زندگانی نیک و احوال بودن ما و شما یعنی که به یک شکلی به یک وجه نکو و احسن پیش برود. خوب، چنانه که در یعنی که سوال گذاریمون ما سوال گذاشتگیم، اگر دقت داده باشید ما سوال گذاشتیم که چی یعنی شما در تاجیکستان اگر غلط نکرده باشم یعنی سوالی که ما در منبر مهاجر گذاشتیم یعنی آیا در تاجیکستان تجارتی هست که زیر دستی سمیکا یعنی که از زیر دستی سمیکا بیرون باشد. یعنی یک سوالی که برای هر یک تاجیکستانی دیگر باید به مانند آب خوردن یعنی که روشن باشد. تو یعنی که فکر نکن که تو دهقانی و این مسئله به توی دهقان
یعنی که ارتباط ندارد. نه، دقیقاً با توی دهقان ارتباط دارد. 100% تو دهقانی، بله مونوپولیا 100% با تو ارتباط دارد و خودت هر روز با همین مسئله روبرو هم میشوی و امکان ندارد که تو دهقان باشی. و برای دهقان گفته هستیم برای یک قشری یعنی ضعیفی بیچاره کشور که بیچاره زمین دارد، زمینش هم میکارد، دارو باید بخرد، مشکلات آب دارد، هزارها مشکلات دامنگیرش است، ولی انا همون ما نام گرفته هستیم، انا همون دهقان. بله مجبوری ما در نامه ها از ناحیه ها یکی از برنامه های مهمی هست که تمامی نبض جامعه در تمامی مناطق کشور، ولایات و یعنی که ناحیه ها فهمیده می شود که در استرابشن چی گپ است، در کولاب چی گپ است، در حصار چی گپ است، در قرغانتپه چی گپ است، در جیلیکول، در قبادیان، در یعنی که چی نام دارد خراسان چی گپ است، در یاوان چی گپ است، همشه یعنی که ما همون نامه هایی که می نویسن نبض جامعه را توسط نامه ها یعنی که بر علا حس میکنیم. نامه های علاحده با یعنی یک موضوع علاحده که یک نفر صحبت کرده است یا دو نفر، یعنی که با مانندی که از رودکی را کردیم دو نامه از یک ناحیه بود، تقریبا دردهای به هم مانند بود ولی اون درد به شکل دیگر بود، اینش به شکل دیگر، ولی مهم که از یک ناحیه و از یک چیز گپ می‌زدن. ما توسط برنامه نامه ها از ناحیه ها نبض کلی جامعه را میفهمیم. به خاطر چی من بیزنسمن میلیونرها یعنی که بازار اینا رو مونوپول نگفتم، چون که همه میتوند فهمیده، ولی من از دهقان شروع کردم. چرا از دهقان شروع کردم؟ برای اینکه مردم فکر میکنن که در تاجیکستان زمین وقتی که دارن زندگیشون از همون روی زمین میبروید. نه، این کاملا یک فکری غلط و یک چیزی است که امکان ندارد که اگر شما فکر داشته باشید که همون زندگی دهقان به یک شکل خوب میگذرد، هرگز چنین نیست. چرا؟ خواجگی دهقانی دارد 50 گکتار زمین، 5 گکتار زمین، 10 گکتار زمین دارد، مجبوری از حکومت ناحیه میآیند میگن که امام علی رحمانوف خود دیگه گفتگی که باید که شما پخته بکنین، تو باید پخته بکنی. اکا من نو زمین ما گفتم کند یعنی که کیش کردم، نو شدگارش کردم، من آخی پیاز کردم، بگی پیاز میاز تا بکن پخته بکن، مجبور، میخواهی نمیخواهی تو باید پخته بکنی. تمام بیچاره ضرر میبینه، او قدر چیز کردگه مجبوری میکنه زمینشه. هیچ طور مو با شما من دیده ایستیم و بگو شما شنویده ایستیم و شما هم دیده ایستی. اگر که برنامه نامه از ناحیه ها را تماشا کنید امکان ندارد که شما ندیده ایسته باشه. میکنن زمینه منطقه های قراتگین، غرم، فیض‌آباد، جرگتال، اوجاکو، کارتوشکا، حتما کارتوشکا، یگان چیزی دیگه نباید، فقط کارتوشکا بکاری. پانجاکند کارتوشکا، استراوشان کارتوشکا میگن. بسیاری از منطقه‌هایی که سوخته میبینم کارتوشکا کاری مجبورشون میکنن، ولی منطقه‌های طرف جنوب مجبوری پخته کاریشون میگن. خوب پخته را کارید، میلش خلاص گپ نیست، فرمان پیشوای ملت پخته را من میکرم. پخته را که کارید کپای دهقان سوختن سر کرد، دود غلبات کپای دهقان سوخت. کربامیت میارن بچه های رحمانوف، اویله رحمانوف، افرادی که با اویله رحمانوف نزدیکن مجبوری به همون دهقان ها میفروشن. اگر در بازار یک چیز باشه دهقان که بیچاره که پول نداره مجبور میگیره ای نرخ بازار، یعنی که در یک خلطش خیلی پول بالا من که دیگر مشخص نمیکنم، دیگر خودتون فکر کنید. یعنی کربامیت همون یعنی که مچوین یا همون دارویی که برای پخته لازمه همون را میارن به هر نرخی که از همون فروختن همون خودشون کیسهشون سر شوه پر شوه، مجبوری برای دهقان میتین و میگن که نداری پلو، بعد حاصل گرفتن ما ایتی میگیریمش، خلاص گپ نیست، ما قرضت میتیم. بیچاره دهقان پخته را میکره، هم اسد رفته است، خیلی میگه تمام گپ نیست. بعد وقتی که حاصل غندوری میشوه باید که پختهش حاصلش غندوره و جمع کنه برای بفروشش و بعد از اون پلی یعنی که کربامیت پلی همون پلی یعنی که داروهای مینرالی که استفاده برده است همون رو پرداخت کنه. میگن نه تو باید که برید او زود یکه حسن بفروشیش، تو نو زود یکه رحمت الله دبری بفروشیش. آخی من او یکه رحمت الله پخته را میگیره یعنی که دیر میتیا پلشه مدفر نداره، فرمون جناب عالیه، فرمون بلاه تمام.
اگر که تو بخوای که مبادا یگان کلین بیاوی و با یگان جا بفروشیش گیارا مخصوص میمونن درها فرمانی اویله ای فرمانی حکومت نیست این فرمانی اویله در قبادیان شهر توزجیل کور قم سنگیر 5 یعنی که منطقه بعضی فرخور این همه ملسا گیارا رو کولاب در میمونن واسه در میمونن تا اینکه اگر یگان تلیشکای پخته شو اگر که بر کرد یگان فروختنیش بردنیشید ایزیتش کنه پولی پختاش بگیره یگان کپکشناتی برای در زود یکه حسن یا که همون فلان آفر اویلت خالیش کنه یکنه یعنی بازوری تلیشکا را گرفتن یعنی که تو حق نداره که بیرون همون زوادایی که پول می زوادای تمام تاجیکستان اویله رحمان و پختا زوادا را گرفتگیان میبره دمجا میرزیش اگر که با تقا داشته باشی خامل سر پول میتی خا گاب نیست که زوادی هم که حسن اش میکنه میبره در پیشتر میمونیش سر میره میرزیش بعد میگه خا کاش که پول شید متضامتیم تو بسیار بعد گاب نزد دایجون نگرد براک دام بگی بعد این اویله میآید نفره که کربامیت داده گیته میگه پول کربامیت ابتی پخته تا فروختی کو میگه اکنه فروختم شوخی با پختم در یعنی که زواد یکه حسن میگه ما در فر نداره برای قرض که بیو پول من ابتی تو میره با پرسنت پول قرض میکنی بانکوای کیان ای اویله رحمان فن یک دهقان بیچاره رفت قرض کردن تو پول کربامیت ابتی پولشون تا پرابلمای دیگه دهقانو ایسو دو دوران پول میگن نداد از پولشون هم خز زحمت کشدگیش اخیر اومد چی شید هیچی او پول که ای زواد میتینش 3 ماه پس 4 ماه پس ای پول بانک که گرفتگی داج نمیپشونش داج با قرضدار میشوه باید بگریزه برای روسیه کار تو اینکه دیگه راه نداره آخه چرا چون ورشکسته شد ای پخته کردگیش ای زمین ارنده دادگیش ای کربامیت گرفتگیش ای انداز سپردگیش ای هم اینا را حساب کرد باید چند 15-20 هزار سومونی یا 40 هزار سومونی یا 50 هزار سومونی یا قرضدار شد بچه مکب خیز روسیه بره کار کنه بیا قرضا را بود کنه این بچهش باید خیز روسیه بره همش کار کنه باید که قرضای آتش بتن انا که همین یک حالت عادی دهقان بود که نقلتون کردم این عادی ترین حالته که اینم با میشوه که گفت که خی یعنی که موج نجید یعنی زندگی میشوه کردم مثلا خیلی قرضدار میشه بچه تا روی میکنی با کار میکنه غلاموار 1.5 سال 2 بچه 3 بچه داشته باشه تستر قرض یک حسنه قطعی اویله سیمیکه بود میکنی یعنی والله قسم همین گپای من یگان جور دروغ از زبان روزادارم همین گپایی که از من شما را نقل کردم یگان نمود ساخت کوری یگان نمود یعنی که دادرونی همیشه یگان چیز از خودم علاوه کردم یا دقیقاً آنچه گفتم دهقان همیشه میبینه فقط پخته را گفتم دیگه زراعت ها هم همچنین وزارت کشاورزی مخصوص میروه یعنی که فرمان میده که همین کارا بکنی تو اینکه فرمانه که نرخ پیاز پایین بیاره همه را بگه پیاز بکنم تو اینکه پیاز سگ نخره تو دهقان ورشکسته یعنی لوبای کاری که دهقان کار میکنه ورشکسته میشوه در مونوپولی اویله قرار داره زمین ها یگان نمود که زمین از دولت نیست و دولت در اینجا اداره نمیکنه سمیکه با حکومت امر میکنه حکومت با مردم اجرا میکنه هر چیزی که حکومت میخواد خودش سمیکه میخواد به حکومت فرمان میده خوب برادرای گرامی در قضیه تجارت‌های بزرگ و در قضیه تجارت‌هایی که مردم چی دامسازی باشه و چی نمیدونم بیزنسی رستوران باشه و چی بیزنس‌های تاکسی باشه و چی بیزنسی ماشین باشه چی بیزنس‌های وارد کردن گوشت و کالا و محصولات چی از شکر چی از یعنی که آلومینیوم یگان تجارت در تاجیکستان نیست که از اویله اموال رحمانوف اون تجارت بیرون باشه و امکان ندارد که یگان تجارت از اویله اموال رحمانوف یعنی که زیادی کرده باشه و اون تجارت فعلا یعنی که در دست یک نفر بیرون از اویله و او با اویله یگان دوله نتیه یا اینکه برای اویله یعنی که یگان چیز نتیه اگر در محمد سعید بایدلوف 500,000 سومونی برای اجازت میدادن اگر یعنی که اجازت میگرفتن 100 بار میسنجیدن یعنی که درست اجازتش میدادن ولی حالا چی ولی حالا برای رستم 1.5 میلیون 2 میلیون میتین تا اینکه اجازت ساختمان بتین براشون و بعد از اون با یعنی که با مشکلات های وزمین او دامساز گرفتار میکنن با میزنن چند دوم دیگه اسماعیل تخمینه و آزاده و کلئوپاترا و یعنی که نمیدونم همین گفتگا با چمپیونکا و هم میان میزنن میگیرن بازوری خانه ای او دیگه بیزنسمن خانه ساز خانه سالات میشه و دیگه نمیدونه که چیکار کنه این مسئله ای که یعنی که هر یک قدمت میدونید که همین خیلی هست ولی دامسازا را اقرار میکنه چند دامساز زنگ میزنن بسیار شکایت میکنن میگن خوب تون میکنه آخه
خیلی صبر کنیم خاموش کنیم ما زندگی داریم ما یگان آدم سیاسی نیستیم ما یگان ملو نیستیم ما تاجریم میخوایم بیزنس کنیم ولی رحمان با سیمه که با اویلش نمیکنه اوزی فعلا دیگه یعنی که کارهای را که میخواهن رستم بدروین پیشش یگان کار کنن میدون رستم خوبش اسبای میدونن رستم یگان دچه در کارای خیلی که خالی یعنی که فیض آبادی گرفت و رستم با انوشیروانی بچه رستم دچه راست کرده است تا که انوشیروان جان برای اودیخ کنه یعنی که در دچه بعد با رستم نزدیک میشوند بعد از اون کارشون پیش میبرن بعد از اون دام میسازن بعد از اون دیگه خوب دیگه زندگی و همه کار پر یعنی که دیگه عجایبات را میروه به خاطری که اگر بخوای تو تجارت کنی یعنی تو باید به رستم یگان چیزی خوب پدرکش کنی که او تاری چیز هیچ که پدرکش نکرده باشه با بچه‌شه یعنی که بعد دختر جون شال دختر شال میکنی میتی با زنش باید یگان چیز پدرکش کنی سنگای قیمت بها حوزی خشتوشته حساب هستن زن رستم یعنی که چیزی که معلومات رسیده از بیزنسمن ها سنگای قیمت بها را دوست می‌داشته است باید چلا یعنی که چلای باشه که سنگای قیمت بها و بریلیانت یعنی که کراتای کلون کلون قاطی بعد یکی دلاشون که یافتی بعد میمونند کار کنی ولی حتما با دالیایی که ای خانه و ای اون اخیر حسابش کنی همو برابر کردگی در تا یگان نمود خیلی فایده یعنی که بیزنسمنی ساختمان نداره تاجر اگه بیزنسمن مدروردگی برو کلو هر کلوی که امکان داره بیزنسمن یگان بارا بزنه بدرویه ولی تا وقتی که بیزنس یا فروش همون محصولاتی که اویله وارد کردگی چی او شکر چی او روغن چی او گوشت مثلا گوشت ای بلاروس مدروردگی بیزنسی یعنی که شریف بک دولت بگی اوتای کلن یعنی که خوب دیگه خسری تخمینه میزنه یعنی که 100 چند هزار تن وارد میکنه برای چی به خاطر اینکه مردم یعنی که فقط همین بخره اگر یکی مبادا تو گوشت بزنی گوشتی تو میسته تو اینکه گوشتی او تمام نشوه تمام شد بعد با میان میگن که تو بین نرخ مودا میتیش ما میدونیم چنخه گرفتگیشی تو باید که میره مودا بتی تو مجبوری میتیش داو دیگه راه نداری بو میگیره گوشتت مگرم فروشیش دیگه دیم بر او بیزنس نمیکنی مرغای هر تجارتی که داشته باشی شکر روغن لو باشه که بیرون وارد میکنی انا همین مصیبت داری تو پس فهمیده ایسته که یگان نمود خیلی حتی سوهای بانک یک تا مرد باشه بگه در تاجیکستان یا بانک ای آیله بیرون هست و نگه ایمان اینترنشنال فلانی یا رو نگه برای من بانک مرده برای بانک بگه که ای آیله ای سیستم ای آیله ای اداره آیله بیرون ای تری بانک وجود نداره یگان نمود خیلی تری بانک وجود نداره یگان نمود خیلی زواد پخته بدون آیله امام رحمانوف نیست تمام زوادهای صنعتی بزرگی کشور یعنی که چی ایسیمن زواد باشه و چی از یعنی که آلومین زواد باشه تمام اینا از آیله هستند یگان گس تاجیکستان بدون دستی آیله در اوج نبودگی وجود ندارد تمام گس های تاجیکستان زیر نظارت آیله و سیمیک است و تمام آنچه که در او گس لازم است وزارت انرژتیک قطعی شرکت های دچرنی شرکت های ادنادنیمی قطعی شرطنامه میکنن بالا محصولات وارد میکنن با فروش برخی تاجیک به وزارت انرژتیک شرطنامه ایروی میلیارد یعنی که کار رفته است فقط تجارتی که فایده دارد در تاجیکستان در دست اویله راهسازی را گفته است گپ نیست راهسازی هم در دست اویله اونا برنامه ها از ناحیه ها تماشا کنه خوب با دقت هم دولیا گیری چخل دولیا میگیری چخل آدم‌ها هستن در وزارت یعنی که راه شتگیان چخل پل میگیرن چطوری اجازت میتین با مخصوص آدمایی که در پلت‌های یعنی که برای مخصوص پل جدا کردن هستن یعنی که برای اونها پل مخصوص با شکل‌های گوناگون ایت میگیرن یعنی که تمام استرکتورایی که در تاجیکستان زندگانی کرده میشوه انا همون در دست اویله یگان استلوا یا یگان یعنی که یخموز فروشه یگان چی اینا را حساب نکنه اینا را یعنی آدمایی که استودنت‌ها در وقت‌های بیکاریشون میرن میفروشن تا اینکه یگان کار کنن در دولت‌ها یعنی که برون تو زندگیشون برن با خدا در همین دولت‌های ما همین جگوری میفروشن همین جگوری روزی جمعه شنبه یک شنبه هم ده هفته 3 روز در همین استکان چیده شورش میکنن چخش میکنن امورا میتین در یک روزی شنبه مثلا جمعه که تو سحر مثلا تو ساعت 11 کار میکنن یعنی که 600 700 800 سوم کار میکنن یعنی در همون 3 روزی کار میکردگی جمعه درس میبرم یک به کورای
یعنی 400 500 سوم 600 سوم کار کرد، شنبه همون کار کرد، یک شنبه همون کار کرد، یعنی 1000 1500 در همون 3 روز کار کرد، باقی مونده درسش میخونه. اون کس اون گپش نمیگه پاتنشای همون پول معین در دولت میسپره، در یک ماه نمیدونم 150 سوم 200 سوم میسپره، کارش کرده رفتیست. یعنی این ایتری کاری که مردم در تاجیکستان میکنن، اینا کار استودنت ها میگن. استودنت های اگونجا اومدگی همیرا میگیرن میمونن به خاطر زندگیشون گذراندن. استودنت در هفته 2 روز 3 روز کار، بعضیش میگه در یک ماه 2 هفته کار میکنم دیگه تمام زندگی من 100% اومدگی 3-4 هزار کار کردگیم پلی خورد خورکم همه میبره زندگی بهترین. بعضی وقت میبینیم که خوبتره هم یه هفته کار میکنم 3 هفته دیگه استراحت میکنم. برای چی؟ برای اینکه نیاز به پول ندارم، هم لازمه پول ما میگیرم تمام. یعنی اینا ایشزو. ولی تاجیک فقط افیر همیه این عربکشی و اینو خیلی ها این اویله نیسته معلومه. ولی تا جاهای چیزایی در همین عربکشی ها حتی هست که در حساب اویله داخل میشود. اینا هم فراموش نکنید. نومر دختر گذاشتن فراز، افتشکولا فراز، سیاه شیشه فراز، یعنی که تمام اون چیزی که هست تو خونه تمیره در ام بی تی، یعنی که باید چکنی ورقه و همه چیزاش توسط شرکت فراز. یعنی که حتی شرکت فراز گویا اینکه شرکت کار حل میکردگیه در دولت بجای که تو برای کار بکنی شرکت فراز میکنه و اندازه فراز گویا در دولت یگان مثلا 800 سوم میگیره ایت 15 سوم در دولت نلاگ میسپره، باقی مونده پول در حساب فراز رفته است. میره انالیز میسپری 150 سوم تا میگیره در انالیز سپریدن، 86 سوم 96 سوم 115 سوم میگیره، تو 200 سوم هم هست، همتون شاهده. بعد چیکار میشوه؟ نهایتش چی میشوه؟ نهایتش هم میشوه که یعنی که 15 سوم 20 سوم در دولت میسپرن، باقی مونده پول در حساب شرکت فراز میروه. تو حتی کتاب هایی که رحمانوف چاپ میکنه و برای مردم، چی از تاجیکان باشه و چی از شاهنامه باشه و چی از گورنامه اوچای مریم گورسوختش باشه، همش با پلی بیوجت چاپ میشوند، با پلی که از مردم زدگی گرفتگی و هزار رحقتی از همونم از تیپوگراف که فراز باید چاپ کنه تا اینکه فراز باید فایده کنه و باید که از یک کتاب چاپ میکردگی 7 8 9 10 میلیون دلار، یعنی که می شرکت فراز که شرکت اویله رحمانوف است باید کار کنه. نومره بگی، 36 را بگی، انالیزه بگی، خوب دیگر نمیدونم نمره را بگیر، کمپانی های تلفن و ایمیل گرفتن، دیده که موبیل تلفن خوب اگه نو برداشتنش ولی چقدر مردم عذاب دادن، چقدر پول کندن، نیزش تا ای مردم میلیاردها سومونی جمع کردن کندن گرفتن. ای سیم کارت ها پول مخصوص حق برای اویله موندگیه که میزنه میگیره ای اویله پلا. اینترنت زری یعنی که نظارت همین اویله از همون میزنن پلاشون میزنن میگیرن. چی موندگیه؟ بانک در اختیار اویله، یعنی که بازارها. بعد مسئله بازار یگان بازاری نیست در تاجیکستان که در اطاعت اویله نباشه، یا اینکه نفره که ای همو داشتن بازارش جانش بیزار شدگی ولی دیگر راه نداره همو بازار، ولی تمام او را رنگی سک کردگن، آخرجش کردگن، فلان چیزا با فلان، یعنی که اویله را فلان چیز خریدن در کره در 50000 دلار، گپ نیست در 50000 دلار. با نگاه میگیم پراست یا سگ یک چکش زنگ میزنه، سلام علیکم مکان نورشدی و همون یا 150,000 در کره پرت امیده فهمیدی اکا ما کیم او گپ نیست اکا دلار گپ نیست تمام پرت افتش یاش تمام نکن که وزیرای قدرتیش رمضان رحمزاده قطعی اس مخوف سرش میکنن اکا نورشدو میدونی ما بچه فلانیوم کروچی ما داید 10,000 در کره سروچ نبگی خودت بیو خبر شگرم نیست ما روید میکنیم نه خودت خیلی بیا بر مطرب ببینیم. این هم تریه یک رئیسی بزرگی که تو بگونهی ولی در درون اویله سمیکی تو باید که کسا باشی، فقط لبای وقت ساعتی 3 شب زنگت میزنه بچه رستم تو باید بخیزی برای چی میگوی؟ من همین نسکی ما پوشیدن در کره نسکی ما پوشون باید تو نسکیش پوشونی پتینگه اکشه در پوش پوشونی باید برای این یکی ما رئیسای بزرگی که ای اویله بیرونن و اونو یعنی که امت خدمت کنی باید تو رنگ غلام باید باشی، غلامایی که اسرای میانه بود ای او غلامایی که گالستوک باستگیان کاستوم توگا پوشیدگان شما او را فکر نکنید که اونو رئیسن، اونو از غلام بدترن. یگان ساحه نمونده است در تو، حتی دانشگاه ها، حتی فرودگاه تاجیکستان، حتی ژده کارخانه یعنی که راه آهن، یعنی که حتی نتاریوسا، وزارت عدلیه، زندان ها،
یعنی که بردن دروردن در همونجا کارتای دادگی اما ای سمیکای برای هر زندانی را تو هر مبلغ میسپری از همون زندانی همین سمیکا فایده گرفته است. اوخی سمالیات سومون ارت میپری میره به منفعت اویله حل شده است. نگاه که یگان چیز در تاجیکستان تاکسیه که دروردگی ای روستمان دیده است که همه تاکسیستا چخیل یعنی که پرابلمش دیگه شرکت های مثلا گو پروری خر پروری خوک پروری مرمری دیده است که ای روستمان چی چیز موند است در تاجیکستان که ای اویله نباشه لبای آدم مرحمت بیا بگه که یعنی که این همین چیز از اویله نیست این همین چیز در مناپولی اویله نیست. رئیسی زیدی انحصاری تا این خاک پیشه یعنی که اسلام دین بود. اسلام دینی بچه عمکی رستم امام علی خوب دیگه اسم اسلام دین معلومه گرفت برد یعنی که اینجا گرفتنش بسیار بد نوشتیم بسیار بد گپ زدیم گرفتن بردنش در یعنی که تاجیکستان درتش موندن یا بیوای کنی بودومی به نام حنیفه رحمت و اوچای گفتی گپا چی نام دوره مهربان سنگینوف شپیده گشت از گفتی گپا او پیشه در کار نیست او یعنی که اسلام دینی بچه تراکتوریستی نول دین در کار نیست او فقط هم اودیخ میکنه میگرده ککنی او مردم غارت مونده است دامسازا را حتی برای چی یک تشکیل کردن میره 30,000 سومون تا میزنه میگیره بعد از اون اجازه سرتیفیکاتت میده تا 40,000 30,000 50,000 سومونی بعد از اون اجازه سرتیفیکات با دیگریش میگه این بیکارش دیگه این غلطه دروغه تو بعد موده 15,000 بود اگر نتی این چیز غلطه همو یعنی که استانداردی که تاجیک استاندارد برآورده استش با نهاد دیگریش میاد تفتیش میکنه میگه این غلطه یعنی که این گفته گپو نمیشه باید 15,000 گبتی. این همه چیزایی که از من گفته استم از سمالیات از راه آهن از دکتر از اونیورسیته از مکتب ها از راه ساختن از لابراتوری ها از گئی از مطبعه از دهقانی از زوادهای پخته از زوادهای کارخانه های واحدی دولتی کلان از برق از گس ها از یعنی که چی موندگی در تاجیکستان که ای اویله نباشه همش همین اویله درست پس تو یعنی که غلامی اوچت را غلام دو فردگی تو غلام تولش دیگه که به همین اویله را یعنی که کار کنی یا اینکه تو در آسیا زندگی میکنی درست هر یه روز بیزنسی خچادورا کاری خچادورا کرده رفته است درست در ازبکستان زندگی داری همو یعنی که دولت هر کاری که انجام میتیه مردمش کارش انجام دادهستن انداز شده دولت میسپرن میروند یک کار بچه‌ها میخواستن بکنن رفتن پرسیدن که همین کار ما میخوایم بکنیم همون منطقه ده همون بیزنس نبود منطقه همون حکومتی همون منطقه بعد از چند روز زنگ زد التماس من میخوام که شما حکومتی همین منطقه بیاید تا اینکه ما قطعی شما صحبت کنم او با شو تارزان کنه یا دولیا میگن گفتم دیونهش مو دولیا میگن کوبره چی گپای میروان میگن که ما همین بیزنسی که شما داری واقعا در همین منطقه ما نیسته ما برای اینکه شما آسانتون شوه این همین مغازینه یعنی که برای شما میتیم اول شما همین بیزنس پیشنهاد کردگی همین تجارتون شما بگیره بکنی 50% همین مغازه را تا اینکه تجارت شما پیش بره دولت پرداخت میکنه تا اینکه شما بکنیم ما میخوایم در همین ناحیه چند تا همین طریق بیزنسی که شما میخوای بکنی همین مسئله خورد و خراب بود همین را باید که بکنی تا اینکه ما مثلا انجام شود نگاه کنه یا شما دولت خودش فایدهش میکنه التماس همین کارا بگی بک ما با یاردمت میکنیم تا اینکه در اگان جای دیگه تو بگیری با همین کار انجام بدی تا اینکه همین خلالی که در ما هست همین چیزی نیست همین از بین برداشته شود انا ایرا دولت داری میگن گذاشتیم در مسئله بازاردارا همه بازارا در اطاعت اویله امام رحمان فن درست در یگان کس شک داره نه منطقه جنوبش ای یعنی که رحمت الله ای محب الله نومرد باشه زنده باشه ای همین سمیکه و کروگوی همین سمیکه همش همینا هستن تو بازارهای سوخت پنجشنبه را دیده که حسن زد بازوری ایزیاتی کرد زد گرفتش کنباش دم کاگی گرفتش کارش در حساب خودش درآورد پولونی بازار در اطاعت خودشه میدونه که میلیون سوم کار کرده است انا را میگن بیزنسی اویله اگر بازاری که نخست میزنن علاوش میزنن بیزنسمن داشتگی ای بانک قرض گرفتگی خانه سالات میشه و خونه‌ش باید بفروشه و بدترین وضعیت همون تاجرا میرن دقم سنگر چند بازار سوختن قرآن تپه چند بار سوختن در دوشنبه چند بار سوختن کاروان چند بار سوخت دیگه کجا بگم همتون شاهید دیگه این گپو لازم نیست
در یعنی که پنجکند بزرگ سوخت، درست در ایسترافشان بزرگ سوخت. امروز یعنی که با بچه‌ای که در ایسترافشان بودن تا سال 2012 یعنی که در 11 12 در ایسترافشان بزرگ داشتن زبچسب میفروختن. فقط دعا دارن ای الله تخمینه را یعنی که به بدترین وضعیت گرفتارش کنه، ای الله گوشتی تنش بخوره، ای الله فرزنداش می دعا دارن. میگم چیکار پای میگن ما هم سال 2011 بود 12 بود زبچسب میفروختن، تخمینه اومد همون بازار ما را چپا کرده، یعنی که همجا دام ساخت. ما از زندگیمون بهترین زندگی داشتیم، زبچسب میفروختیم، نانمون رو میافتیم، از همون زندگیمون موندیم. 110 نفر از زندگی موندن، همه چاش و پاش. والله یک تاش میگم من به خودکشی اومدم، میخوام خودم بکشم. من از همون سال تا حاضر دیگه زندگی حلال ندارم. هر کاری که کردم ضرر دیدم، هر کاری که کردم گیا را ماندگی، تاکسی خواستم کار کنم، همین فقط قبلا پول ما گرفتن، خانه میرفتم بگی دیگه میگم با جای تاکسی کار میکنم، دیگه میگم 30 سوم ضرر کردگیم. برای چی؟ برای که فقط اشتراف تاکسی دادگیم، گایی دادگیم، برای که تاکسیو معین کردگیم. باید که همیشه پروتکل کنه تا اینکه برای پلی یعنی که رئیس یا اینکه وظیفه که خریدگی 15000 همورا باید پرکنه بگیره پولشه. پس همین گپایی که از من گفته ایستم تو دانی خودتون. حتی یه مسجد قطر راست کرد، والله شاهدم من در قطر چگونه دیار قطری چیکارو کرد، چگونه حسن در این مسئله خواستن کارو را انجام بتین، چه خیلی پول دزدی را سر کردن، یک کاروی کردن، یا ای خانه خدا میدزدن، ای خانه الله میدزدن، یا کو مردم دیگر را تجاوز میکنن لعنتی ها. و اما خاطر یعنی که سنگه در بدخشان گرفت، کانها را گرفتن، کانهای زیر زمینی، کانهای کمورا دزیده، در عینی، در یعنی که غرم، در تمام منطقه های تاجیکستان کانهای کمور، کانهای یعنی که تیلا و کانی مثلا امردین نقشو یا کارای کرده است از در شغنو، چی خیل یعنی که تجارت و چی خیل بیزنس ها، همه همین ها یعنی که برای چی هستن؟ برای این است که این ملت خاموشه و آیله رحمانوف سمیه که تمام تجارت کشور زیر نظارتش گرفته است. درست. حتی مکتب وقتی گفتم که من شرح نکردم، لباس مکتبی را همتون شاهدید که همین آیله افرادی که میگم که آخه آیله با این سر و فرما چی ارتباط داره؟ میگه ارتباط نداره، ولی همون نفرایی که رئیسای معارف میموننشان در ناحیه ها، همون ها افرادی هستند که وظیفه های وزارت معارف همون رئیس معارف همون ناحیه شدن خریدگیه. درست. انا همون نفر به خاطر پول دادگیشه مگه در مکتبا برای فروشه تا اینکه من دالی بودی، بعد از اون یک شرکت دوزندگی را قبول میکنه، حرام حلال اون میره و اونجا میدوزه. مثلا یک کرتا 120 سوم در بزرگ باشه، اگر در اینجا مثلا 180 سومه. انا همین گفته گپو پلم قطعی هم رئیسی مثلا معارف ناحیه یعنی که یا شهر یا ولایت تقسیم کنی را سر میکنن. بعضیش اگر از نفر خودی اویله باشه بیزنمون تو رفتگی و حتی مثلا نی نومرداش زنده باش در قبادیون رئیسی معارف شدن هیچ کنه نمیخواه. برای چی؟ برای اینکه حتی سیستم معارف یعنی که نومرداش زنده باشی محبی نومرداش گرفتگی حتی خودش میره از ایستراوشن از کنی بودم دوزندار آوردگی دم موندگی دموجا با مکتبا را دیرکتور را میگه فلان کرتا فلان بروکا بری بخری در بازار 70 سومه در 150 سوم فروخته استش، حتما تو باید برای بخری، اگر نخری بچه تا در مکتب قبول نمیکنه. یا برابر زیاد هم برز اکسای محب رفته است. این میگه پای که گفته استیم کجاش دروغه، یا اینکه یا نفر از آدم محب، چون که محب شنویدیم محب گفتن یعنی که همینا رو آوردن از کنی بودم، از ایستراوشن، از منطقه هایی که همین دوزندگی خوب میتونن کرده، یکی گفتن از ایسفره از حتی آوردگیشن. یعنی اینا همش چی معنی دارن؟ همه اینا معنی دارن که در تاجیکستان نه چراگاه برای مردم موند، نه برای مردم یعنی که زواد پخته موند که بیزنسمن بخره واقعا کار کرد کنه و خودش استحصال کنه. برای این اویله عقل علم استحصالات ایتاری کار رو نداره، فقط دزدی، غارت، تجاوز. اینا به کار وظیفه اساسی خانه و خانگی یعنی که اویله امام رحمان است. پس چی چیز موند که در تاجیکستان اویله امام رحمانوف او را نگرفته باشه؟ دیسکتیکا موندن، بله 100% راست
دیسکاتیکا از محب نامرداش زنده باش برنامه کرده بودیم که سیستم کارول، یعنی که دیسکو کارول تاجیکستان محب نامرداش زنده باشه، باید که مثلا مسجد ها زیاد شدگیم دیسکا کلوب ها زیادتر شوند. به همون خاطر محب نامرداش زنده باش، یعنی که در قضیه 100% همه دیسکاتیک های تاجیکستان گرفتگی است. پس دیگه بیننده عزیز و گرامی، تجارت حتی افغانستان، یعنی که تجارت کردن از عائله امام رحمانوف بیرون نیست. حتما یعنی که در 100 فوره ممکن 10 فوره از دیگه مردم تاجرا بگذارن، به هزار مشقت و مشکلات هم قبولش میکنن که دیگه دیون بره هم بیشتر کشش نمیکنه افغانستان اون بار بره. در حالتی که باید همه میتونن برشه برده فروخته، چی بنزین باشه، چی کارتوشکا باشه، چی کمر باشه، نه برای خودشون شرطنامه دارن، شرطنامه را خودشون کردگن، باید همین سیمه که اویله خودشون برن ایس دخته میبرن به افغانا میفروشن، اوس مواد مخدر میگیرن میارن، اوس بسیار چیزای لازمه که دارن میگیرن در تاجیکستان وارد میکنن، هزارها بار فایده بیشتر از اون مواد کارتوشکا یا کمر یا هر چیزی که بردن بیشتر با از اون چیزی که وارد میکنن. دو طرفه بیزنس شاپیده ایستن. سیگارت هم میدونه که چه خیلی بیزنسش برده شاپیده ایستن، این طرف آورده ایستن در افغانستان 4-5 سوم باشه سیگارت، در تاجیکستان 15 سوم 20 سوم 25 سوم فروخته است. ببینید 4 برابر فایده زیاد کرده است. این همین چیزا همش چی معنا دارن؟ معنا دارن که یعنی که تاجیکستان از همین هاست و زیر اداره و سیطره یعنی عائله امام رحمانوف است. پس یگان کس میتونه برای من جواب داده که نه طریق گپ نیست، اینا ما 100% طریق گپ وجود نداره، ما یعنی که زندگی ما 100% هم 100%. یعنی یگان چیزی دیگه در تاجیکستان نمانده بوده است. پس همه ملت فهمید که اون چیزی که ما اوترا میتوند از این بدبختی و از این مصیبت ها نجات من بودیه، متحد بودن ما و شما و بتونیم در مقابل این عائله کثیف باید قیام کنه این ملت، تا اینکه دولت و اداره دولت در دست حکومت منتخب این ملت بتیه، تا اینکه پرزیدنت آینده و با پارلمان کشور بتونن پارلمان منتخب و انتخاب شدن، نه اینکه تعیین شده بگیری بیاری 63 تا چاپلوس بشنونی و هر فرمانشون که بتیه فرمان انجام بتیه. پارلمان یعنی که دو پلاته تماما لازم نیست، اما یک پارلمان یک پلاته لازم است. او پارلمان دکراته دولت دیکتاتوری است، به خاطر اینکه یعنی که اگر اگون کار نشده پارلمان ته نگذشت باید دو بالا بگذارونش گفته، یعنی که به همین شکل است. یعنی دما یک پارلمان یک پلاته 63 بگذار 70 نفرش کنیم، ولی یعنی یا 80 نفرش کنیم مشکل نداره، از هر منطقه باشن تا اینکه کار انجام بتین. اگر مشکل نداره پلاتا را جدا میکنن تا اینکه پارلمان عمل کننده و واقعا در فکری یعنی که عمل کرده کار کردن خدمت کردن برای این وطن برای این ملت باشن. خب پس فهمیده شد بیننده عزیز گرامی که در تاجیکستان ما تو زندگانی حتی همون مهاجری که میخیزه روسیه میروه از دست عائله رحمانوف او پول نکنده نمیشه، سمالیات میره بله عائله رحمانوف یعنی که پاسپورت میگیری و ای اوزودا رحمانوف یعنی با چی در چیکو کردنی همین لوبای کاری که مهاجر میکنه پول روان میکنی با بانک به خونه داتا و بله عائله رحمانوف میگیره پول تا چند فایز میگیره، فایز زیاد تا میزنه میگیره که کپات سوختگیه. درست. پس همه گپایی که من حاضر گفته هستم برای شما چی معنا دارن؟ یعنی معنای این همین است که شما باید بدونید، شما باید بفهمید که وضعیت خیلی وضعیتی بد است و اگر به همین شکل تجارت خیتای دولت خیتای در درآوردن بول و کالا 1 میلیارد زیاد میگه، رحمانوف امورش 1 میلیارد کم نشون میده، برای اونا براهای اومدگان که گمرک شدگی نیستن. یعنی این معنی چی دارد؟ همین حتی وزیر طالبان یعنی که در قضیه مال و کالا رحمان یعنی که او چیل میگن، یعنی حتی در مبلغی که دولت حتی امور میتیه دروغ هم رو عائله امور میتیه، ولی طالبان که چون حساباتشون دقیق است 100% اون چیزی که وارد شده افغانستان با تاجیکستان و افغانستان توربرات یعنی که 1 برابر زیاد حکومت طالبان میگه، حکومت تاجیکستان چی میگه؟ میگه نه این خنسته یا اینکه 1 برابر اون چیزی که هست همون را کمتر یعنی که حسابات میتیه. این دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت بر این میکند که وضعیت ما واقعا هم بد است. پس ما تا اینکه یعنی که برای نجات کشورمون، برای نجات خانواده هامون، برای عائله هامون، برای فرزندامون آزاد بودن، آزاد گشتن، از ابله و نگریختن دیگه با بچه زورا میکنه من ابله و خدمت برای میگن نه ما خدمت پرشدگی
در خدمت کریتریای معینی مشخصات معین است. تا اگر همون مشخصات نداشته باشیم ما گرفتار نمیتونیم. رنگ همیجا میره 3 امتحان داره، از 2 امتحان گذشت یکش نگذشتی نمیره. 2000 اویلک داره، 1800 2000 2200 سمتری با کدام بخش قرار چه خیلی یعنی که در عسکری کدام بخشش را میخوای خدمت کنی. یعنی عسکر 2000 یورو معاش میگیره بعد خدمت میکنه. و ای 3 امتحان باید بگذره، از امتحان لیاقت بدنی، از امتحان یعنی که همون سوال جواب ها و از نگاه پسیکولوژی یعنی که چگونه روانی تو چگونه هست. اگر ایت ایمیو نگذری تو نمیتونی تو در ارمیت نمیگیرن. همین بچه توجیک ایرول تونخری را مردگی بگی برش در پشت اسلانسی کشتگی پشتگی یگون تشای او کریتریایی که مشخصاتی که موندگی برای ارمیه نمیگذره. ولی دولت ما در ارمیه در کار نداره او را. او باید که 600,000 دعوت شونده را در بهار پولش بکنه بگیره، میلیاردها سومونی 600,000 دعوت شونده را در یعنی که تیرما در سال 2 بار یعنی که 1,200,000 توجیک باید که برک کنن. انا میره یعنی که زندگی در حکومت تاجیکستان و انا همین است زندگی در زیر سایه پیشوی شیطانی ملت. تا اینکه یعنی که این ملت باید بفهمد اگر در حقیقت این ملت یعنی که نتواند فهمیده دوستش از دشمنش جدا نکند، باورم کنید زندگی ما روز به روز تباه شدن میگیرد. ما کدیگه که توکل به خدا، ما اگر فکر داشته باشید که یعنی ما برای خود ما نکفستم، من برای ملت مبارزه بردیم، نه اینکه من برای خودم مبارزه برده باشم. ما برای ملت مبارزه بردیم. ما باید برای وطنمون مبارزه بریم. ما باید برای نجات وطن، نجات ملت مبارزه بریم. نه اینکه مبارزه ما به خاطر یعنی که یگان منفعت شخصی یا که برای چیزی باشه. هدف و برنامه‌های ما که هر روز دیده است 6,000 پرسموتر میگیره، 10,000 پرسموتر میگیره، برنامه دیگریش فقط دیده است. برای چی؟ برای اینکه وظیفه من گفتنه. ما بلاگر نیستیم که یعنی که در فکری نوار باشیم تو اگر این نوار نگیره این قباد نمونیم. نه، وظیفه ما رساندن، گفتن، ابلاغ رسالت، فهماندن ملت است. تمام. با همون خاطر این ملت باید خوب تشخیص کنه و اون چیزی که باید انجام بدیم با دقت اون در یعنی که قضیهش باشیم. اگر در غیر این حالت ما تو واقعا هم هلاک شدگیم، ما تو که هلاک شدگیم، ولی فرزندان و نسل آینده ما واقعا هم از این بدبختی باید که خارج شوند. خوب بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم این آغازی برنامه‌مون بود و 340 نفرم در نظرسنجی اشتراک کردن. آیا در تاجیکستان تجارتی هست که زیر دستی سمیکا بیرون باشد؟ از زیر دستی سمیکا بیرون باشد. 93% اهالی میگن نه، هم زیر نظارت اویله هم. بله هست اما فایدهش کم. حتی همه آدمایی که یعنی که مقصد میگم که من سمیچکا فروش، پیستا فروش، یعنی که رنگ اوتلور پیستا فروشی تری رو من نمیگم، یا حتما که تری تجارت ها وجود داره در تاجیکستان. امکان داره مغازینای در پیش خانه ها هستن. اینا رو ما نگفتیم. ما دو فروش چلو فروش نمیگیم، ما بیزنس میگیم، تجارتی که از اون فایده گرفته بشه نیست. یعنی 7% تا به حال یعنی که باور دارن به مانند عدد زمین تاجیکستان یعنی که میگن که بله هست اما فایدهش کم هم باشه مهم هست. ما این کار نمیتونیم کرده. ولی 93% میدونن که تجارت های بزرگ کشور در دست اویله رحمانوف است. مرحمت کدامی که مرد میتونه اویله رحمانوف حمایت کنه، مرحمت نوبت باشه بروی صحبت کنه تا اینکه تکذب کنه که این همی یعنی که در چی است، در اویله رحمانوف، در مونوپول اویله رحمانوف نیست. این همین است. یک از اسلام و اقبال خدا بترس مردم درازنید نکه او مرده که بسیار بعد وازدوغ گنید نکه برای یگان کار بکن. آنه ما کار کردنیم در وطنمون کار کردنیم. تو رحمانوف چنگرگ نمونیم، ما یگان کار دیگه نداریم. وظیفه ما چنگرگ موندن رحمانوف پدن علتی ولد زینای خود دوزده دیوسی ملعونی آقی پدر و آقی مادره. این همی کار داریم. این کاری خانگی ما، این وظیفه ایمانی منه. اگر من تا روزی که رحمانوف در قدرت است به یگان کار دیگه دست بزنم، پس باید بدونم که واقعا هم راه ما گذاشتم و تغییر راه کردم. در حالتی که این راهی من است و این مسیر من است و این اونچه که باید من انجام بدیم باید انجامش بدیم. من دیگر راه جز از چی؟ از مبارزه ندارم و باید من تا آخرین رمق حیاتم برای وطن ملتم مبارزه برم.
این است هدف ما یگون جا نمیریم. ما میدونیم که کجا بریم و میدونیم که چیکار کنیم. خب همین است وظیفه عمومی، یعنی که ما و شما. خوب بله. خب با مدیریت رو نمیدونم کجا رو نگه داره. همین نفرایی که حقارت میکنن بلاکشون کنید دیگه. یگان نمود خیل یعنی که رحم حقارت کنه نخره. او حقارت کن خودی و بیگونه نداره. حقارت کنه را خواهش میکنیم که دیگه حقارت داخلا همین ماه رمضان احترام خودتون داشته باشه، تا اینکه یعنی که احترام داشته باشه. خب اکنون آغاز بخش اول برنامه‌مون به پایان رسید. میگذاریم به بخش دیگر که برادران و خواهرانی که در طول این ماه یعنی که به اصلاح کمک‌های خودشون رساندن. الحمدلله دیروز یک برادر دیگرمون از امریکا یعنی که باز 8 نفر دیگر از 500 یورو به عهده گرفتن و فعلا عددی یعنی که 25,000 ها رسید است به 10، ولی عددی چی میگن عددی 500 سوم رسید است به 20، یعنی که عددی 500 یورو ها رسید است به 20 نفر و عددی یعنی که 25,000 یا 150 یورو رسید است به 10 نفر. خوب دیگر در اینجا بچه ها همش هستن، هر سی که هست من همجا نوشتمشون 1+1 بله 100% 2 نفره که هستن، ولی اون نفرهایی که حالا نوشتن و یعنی که یگان کار نکردن اونا رو ما حساب نکردیم. مثلا اون برادرایی که هر کاری که انجام دادن همینو هستن. ولی خب بعضی این چیزایی که هستن از 500 سوم حالا نرسیدن، ولی یعنی که انشاءالله که گفتن که حتما ما کارمون انجام میدیم. امیدوارم که انشاءالله در همکاری کردن در این قضیه ها بی‌طرفی نکنید. نخواهد تاجیکستان بتونن مبارزین کمک خودشون را رسونده از امریکا بتونن یعنی دیگه برادرها او قدر یعنی که چی باشه باور کنید از فرخار کمک کرده بتونن، از گفت گپ تاجیکستان کمک کرده بتونن، ولی شما بازم یعنی که در فکر چیزی باشه نمیدونم. اما خاطر یعنی که در این قضیه باید که انشاءالله که کوتاهی نکنید تا بتونیم انشاءالله طول سال آینده بدون مشکلات انشاءالله مبارزمون رو انجام بدیم. چون که این برنامه 99 هست 399 400 و واقعا دیگر یعنی که مشکلات که دامنگیرمون هست نمیتونیم برنامه‌مون رو دوام داده. یعنی که واقعا این برنامه 339 399 و برنامه 400 ممکن انشاءالله که همون شب و روز شب 27 انشاءالله که انجامش بدیم روز یک شنبه، ولی دیگر یعنی که برنامه پیش برده نمیتونیم. و همون خاطر امیدوارم که انشاءالله دقت جدی خودتون نمیتید. برادرانی که در آلمان هستید، در امریکا هستید، در هر کجا که هستید، توسط پیسن، توسط زیل، توسط پیپال، توسط در روسیه بودگی ها هیچ مشکلی براتون وجود ندارد. یعنی که هیچ مشکلی برای تاجیکستان بودگی ها کمی مشکل است، ولی انشاءالله راههای شبو بچهای تاجیکستانی پیدا کردگیان که دیگه یعنی که خیلی دیگه الحمدلله. ولی مهم بچه ها الحمدلله کارشون انجام داده ایستن. خوب بله انشاءالله که آغاز برنامه ما با همین جا بود، یعنی کنشتی که باید ما میگفتیم همین بود و امیدوارم که انشاءالله بیننده عزیز و گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 231 لایک و 378 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. در نظرسنجی اشتراک کنید تا اینکه بتونیم نظرهای ما و شما برادرانی که نوما می نویسید از کجای هستید نپرسید. ما یعنی که رنگی همو خیلی یکون گپی دیگه نگم که مثال قرآنی آوردنی بودم که همین ما این حاضر تا 345 برنامه را یعنی که آماده کردگیم. منظور آماده که مطلبش آماده است، عکسش آماده است، تحریر شده است، آماده برای ماندن. 345 فکر کنید که ولی نه شما 334 ممکن ببینید، ولی 10 تا دیگه ما پیش رفتگیم، ولی 340 نشر شد، 341 42 43 44 45 هم خیلی میرود. هر نامه‌ای که روان میکنید از 345 به بعد است. از 345 که به بعد بود پس انتظار دیدن برنامه اگر به همین شکلی که بچه‌ها کار کردن برای ماهی تقریبا مای تماشا میکنید. برنامه یک مقاله که از این روز میرسن
پس به همون خاطر همیشه نویسید. فکر نکنید که مردم نمی نویسند خپن. مردم می نویسند، مردم همه کارشون انجام داده ایستند. ولی بچهای درای حکیمی، بچهای مجخر نویسید، یگان مشکل ندارد، هیچ یعنی که مشکلی وجود ندارد. هم با وقت چیزی که نوشتید شما، یعنی ما با یک برادر نامه نوشته است با دستنویس، واقعا هم خیلی دیگه نمیدونم مقصد خوب اینم تکنون دیگه رقم تلفن نیست، این حتی به همین شکل قطعی روان میکنن، یعنی که باور کنه خیلی مشکل است برای ما، یعنی که به همین شکلی که هست این مقصد دستنویس است. این دستنویسی که دیده است 10 ورق 15 ورق دستنویس روان میکنن. همینا را باید ما بشینیم، یعنی که چیکار کنیم، بعضش با خطشون به شکل از بسیار مشکل خون، ولی مهم که کوشش کردن در کار ما را آسان کنیم. و همین نامه شما می نویسید، شما فکر نکنید که اون نامه درست است، تحریر شدگی است. اون نامه را با تحریر میکنیم، اون نامه کار میخواه، یعنی که خودش زحمت علاهیده داره، ازوشکا داره، مونتاژ داره، با بازم همینا با روکاپیس نیروی میکنن دستنویس تا اینکه ما همون را خودمون در کامپیوتر بنویسیم. واقعا مشکل است. ما نامه را در ویدیو نمیخونیم، یکم اول مقاله چاپ میشود، هر نواری که او مقاله نداشته باشه تاثیر او کمه. خوب جز همین نوارای زنده که با مردم صحبت میکنیم، ولی نوارهای دیگر یعنی که باید که حتما اون اول مقاله مطلب باشد، بعد از اون یعنی که ویدیو شود، چون که مقامات تاجیکستان با مقاله و مطلب کار میکنن. سلیدواتل و پروکراتورا تمام نهادهای تفتیشاتی مقاله را میگیره، میخونه و کارش انجام میده. قلدربایف احمدبک محمدبکویچ گفته از ناحیه فلانی فلان کار کرد، انا اون را میرا گفتنی. و این گپای منه که گپ میزنم و برنامه‌ای که شما میبینید این بعد از مقاله نشر شدن است. بعضی مردم ویدیوش داره انتظار است، ولی در حالتی که مقاله چاپ شدگیش او بر وقت پروژه سر شدگیه. به همون خاطر بارها میگم در تلگرام اصلاح آبونه شد تا اینکه بفهمه، یعنی زمینه اصلاح در تلفن‌های اندرویدتون اسکچت کنید، یعنی که اصلاح تاش کنید، بزنید، بخونید، یعنی که مقاله ما در اونجا هستن تا اینکه هر یک چیزی که شما در یوتیوب تماشا میکنید بخونید، بیشتر خوندنتون بیشتر کنه، ان شاء الله که برای شما چی است بهتر و برتر و خوبتر است ان شاء الله. خوب، امیدوارم که ان شاء الله ورانه که صحبت میکنن. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر. صدا هست؟ بله صدا هست برادر. همین روز در از خونه خوندم دملو یک بگیم چی بود، چین در مرز تاجیکستان یعنی سرحد میسازه یا که دیدبانگاه میسازه در نزد سرحدهای تاجیکستان، دیدبانگاهی چی میسازه، نه سرحدی. همین مردمه که گپ میزنه میگه که تاجیکستان پیشرویه، تاجیکستان یه پدر نهله داخل نخو که دیدبانگاه تا چین بسازه، پارلمان تا چین بسازه، راه‌ها تا چین بسازه، نمیدونم توالت و دیگه بینا و دیگه چیزا رو همه را چین بسازه. کنی همین تو همین خودش پدر نهله دام دامسازایی که دام میسازن، داما را همه که خرابکد مردم میفروشن، مردم میروند در روسیه کار میکنن، میان اون را ریمون میکنن. با خدا قسم متردم لو مردم میروند در روسیه کار میکنن، میآیند. امروز یه برادر زنگ زد گفت که از مسکو میخواستم تاجیکستان برم، دوشنبه نرخش 28-26 هزار سومانی با نگنم بچه‌ها که من دروغ میگم در همین لایف میگن. هرچی نگاه کردم چیپتای هواپیمای تو مسکو تشکیل 11,000 سوم روسی. گفت حساب کتاب کردم، من گفت تشکیل ارزون غلطی. گفت سوار میشم میرم تشکیل گفت میرم تو ریگه سوار میشم میرم تماشا کرده بود دوشنبه. ببینه که مردم ببینه که ما اگر که دروغ نگم با فکرم که از دوشنبه تا تشکیل 400 کیلومتر مسافت داریم، یا که همین 3,000 تا 4,000 تا 5,000. صدای من است یا که نه؟ صدای من است. صدای من هست. صدای خود نیست. صدای هستم لو. صدای شما هست؟ بله. باشه صدای من نیست. انک صدای خود نیست. به هر حساب یا ما از خطاگی دور میگم چی در ما مشکلیه. بله. به هر حساب ببینه که
به چه حالت آمده رسیدیم. این همی حکومت سیاست رحمانوف، سیاستی که فقط باید ملت از سرش ظلم کنه، باید جوانا را بترسانه، باید جوانا را گپی بد بزنه که شما باید فدا بلند نکنی. اینم نبیره و نمیگرم ابیره ای حرامزاده ها سواری میکنن موتورای 500-600 $1,000,000 و این توجیک باید در روسیه و در اروپا و در امریکا یا باید سرماش بزنه، در راه بپره میبره، در مرز میزنه میبره، از ساختمان 20 آشیانه و 30 آشیانه پایون سر زیر میشه میزنه میبره. این همی توجیک باید نمیتا باشیم دیگه. آینده و همی های یگون سی خوبی را یا منتظر نشه یا دیگه یگون خوبی برای این ملت نه آوردن و نمیارن. این همی فقط همو امنیت وزارت کارهای داخلی را همو 3-4 تا حرامخور دزدی که هستن همو را پیسه میتین، پیسه همو را کم تا زیادتر میتین، یک بار طرفی همو میخندن دیگه او برای خنده یا شیده مردمی باقی مانده را میبرن، ظلم میکنن، ستم میکنن. این تمام صدا و سیما و نمیدونم چهره و همه تو بسته میکنن دیگه. از همه چیز محروم تو میکنن. میکنن کرده ایستادن دوام دوره و هم خاطر بیدار شه و این بخیز نمیشه، باور کنی نمیشه. آینده و هیچی نیست، هیچی نیست آینده مو. اگر که نخیزیم یک دیگر فهمی نکنیم، با ایو مبارزه نبریم، ایو را نابود نکنیم دیگه چاره دیگه نداریم. هم بخواه گفتنیم داملا خدا یا را خور کنه در همین دهه رمضان. آمین. هیچی پروردگار هم که نفس را بگیره که خداوند هم که نفسگیر شوند. الله غنت شکر خدا دعا میکنیم که ایو را سرنگون که ای خداوند خودت دکن توانایی خودت قدرتمندی، ما را ضعیف کرده یک ظالم از سر مو آوردی، از هر طرف داره هم دزدی میکنه هم ظلم میکنه. خداوند دعا میکنیم که خود دیره چوره شوین، مثل که فرعون سری دریا کردی، مثل که نمرود خودت با ضعیفترین پشه ها یا که پرنده ها سنگسارش کردی. خداوند دیرانی همین نمود که یعنی همون دیشکی که پروردگار مردم ایره بینه در همین عصر 21 همین قدرت خطب بینه. همین که گفتنیم دوملو خیلی با صحبت میکنیم. سلام خدا. خب همینجا یک نفر مهاجر به دست نوشتگیه که صلح نعمتی بی‌بهاست، ما باید یکدیگر را دستگیری کنیم و نگذاریم که اختلاف بین مردم پیدا شود. بهترین گپ یعنی که ما یکدیگرمون را دستگیری کنیم، راه ما بسازیم، بنگاه تیبی را ما بسازیم، یعنی که اویله رحمانوف هم ما سیر کنیم، تمام تجارت ها در دست اویله رحمانوف باشه، مردم ظلم کنه، مردم بکشه، مردم تهمت کنه، مردم زندان کنه، مردم با بدترین وضعیت برسونه، برقشون نتیه، غلامشون کنه. بعد خیلی وحدت ای چی گپ زیسه؟ ای گپ را برای رحمانوف باید برای ما چی میگویم؟ ما کجامون به اتحاد است؟ ما همین جوازی 30,000 تماشا دارن، 3080 نفر تماشا داره، کجامون به یعنی که نوع اتحاد مردم ملت اتحاد است، یکون مشکل نداریم. ما با هم دیگرمون هیچ مشکل نداریم. مشکل اساسی ما رحمانوف است. این طریق گپا تو قدیم مردم فریب کردن نمیتونی شما با گپای سخن پردازی کرده و دروغ گفته مردم، یعنی گویا که هر کس که وطن را دوست دارد همسفر ماست. ما وطنمون را دوست می‌داریم، ما برای وطنمون زبان روزادار بر مردم مبارزه برده ایم. آینده ای کشور در دست جوانان ماست. بله در دست جوانان، در دست کدمن در آسیا گشته است. این قاعده چوپلوس بازوری درو وردانت کامنتاری نوشته است که جای تو آزاده. آینده کشور در دست جوانان ماست. جوانان ما همه تشت جوانی بازوری درو وردانت برای زچات کی بنویسید همیجا کی، یعنی که تو اینکه اسکلوچیت نکنه دانشگاه به هر چی با دانش و مهنت میسازیم فردای روشن تا نام تاجیکستان همیشه بالا باشد. بهترین ما همین چیزا میخواهیم. همین چیزا کلمت حقی اراده به الباطلش همین است. سخن حقی که با این اراده باطل دارد، ولی با رحمان نمیشه این کار را کرد. آخه اگر که میشید که ما با جان دل تمام دولت مونوپول کرده است دیگه چه خیلی وحدت کنیم. وحدت یگون چیز خوردنیه، یگون شهر، یگون نوحیه وحدت چی رو در نظر داری؟ بله عبدالله صدات هست؟
عبدالله، برادر عبدالله نمیتونی صحبت کرده. خوب، در مورد قربان شهید می نویسه برادرای گرامی، هر نامه‌ای که نوشتگی هستید نمایش در ناحیه ها نشر می شود، منتظر باشید. اگر تو ویدیو تماشا کنی باشی اولی استراحت کن، یکی اگر به شرطی که مقاله خوندنی باشی حتما، یعنی که همین مدیراتور در همینجا تلگرام اصلاح نوشته هستند. اگر وقتی که یا خیلش تماما نمیفهمه که یعنی که همین مقاله بر وقت چاپ شدگی، یعنی که تماما آگاهی نداره، تلخ کفای، یعنی که برای چی؟ برای اینکه میترسه. وقتی که ترسیدی دیگه همین تام باید مسلمان و ترس باشه. یعنی که خوب بچه‌ها میگردن میروان از مکتب اصلاح خارج شدگی رفته هستن تاجیکستان برمیگردن، همه همینا هست. 845 نفر پادپیسات همه معلوماتی که در اصلاح هست، یعنی که میتونش خونده، میتونش دیده، میتونش فهمیده. هر چیزی که مهم باشه ما در تلگرام ما نشر میکنیم. تلگرام ما 15 مینوته نیست که یگون چیز نشر کنیم. تلگرام ما همون چیزای مهمی که در اصلاح نشر میشن، چی مقاله است، چی مطلب است، یگون معلومات جدید، یگون چیزا نشر میکنیم. ما خبری نیستیم، ما معلوماتی که در روزی که باید خبری باشیم از یعنی که به خبری تبدیل میشیم. همین است مبارزه. و همون خاطر در تلگرام اصلاح آبونه شوید، یعنی که ضمیمه اصلاح در تلفن های اندرویدتون اسکچت کنید، هیچ مشکلی براتون نمیشوه. یعنی که میتونی هر یه مقاله که در اصلاح نشر میشوه و حضور میتونیش خونده. پس یعنی که چیکار که در تلگرام اصلاح آبونه شو تا اینکه بتونی فهمیده معلومات ها رو و خبر را بتونی گرفته. دیگه نمیپرسی منه، میدروی میبینی میخونی که در فلان مقاله چاپ شدگی بوده است به نامه مثلا 300 مثلا 41 یا 42 یا 43 یا 44 یا 38 یا 37، اینه که از تو 333 را تماشا کنی، نه ولی 334 35 36 اون در 40 نشر میشه. اما خاطر همه وقت در آبونه شدن کوشش کنید، یگان مشکلی ندارید. یا اینکه میترسید در همون گوگل بدرو اصلاح توچکنیت بزن، یعنی که میبرو یگان مشکلی برات وجود ندارد، میتونی خونده هر یک مقاله که هست میتونی خونده، هیچ مشکلی برات وجود نداره. برادرایی که نمیتونید صحبت کرده، یعنی که توسط واتساپ زنگ زنید تا اینکه صحبت اگر کردنی باشید گفتی گپو توسط واتساپ زنگ بزنید تو صحبت کنید. بله، لایک نمون همتی لایک نمون جمشید برادم بگی. خوب توسط واتساپ میتونید که زنگ بزنید بیننده گرامی، یگان مشکلی در زنگ زدن برای شما وجود ندارد و هدف و مقصد از برنامه ها فهماندن مردم تا اینکه خطورت وضع بفهمند، چقدر وضعیت ملت و وطن به کدام وضعیت یعنی که گرفتار است. همین است، یعنی که ما و شما وظیفه مون است. الله سبحانه و تعالی بعضی افراد برای چی میآفره؟ به خاطر مبارزه بردن، یعنی که خداوند اختیار میکنه، استعفا میکنه، یعنی اختیار کرد الله سبحانه و تعالی از میان بندهاش بعضی از افراد تا اینکه در همون راهشون مردم بفهمونن، تا اینکه مردم بفهمن. مردم نمیفهمن، حقارت میکنن، دشنام میکنن، جنگ میکنن، ناراضگی میکنن، ولی بازم یعنی وظیفه ما و ما علینا الا البلاغ المبین، وظیفه ما رسانیدن آشکار برای ملت است تا اینکه مردم بتونن فهمیده وضعیت و خطورت حالته. خوب 265 لایک، یعنی که لایکاتون رو بیننده گرامی گذاشتن لایکاتون نترسید تا اینکه مردم بتونن تماشا کرده فهمیده. لایک شما سبب آگاه کردن یک جوان ناآگاه دیگه است که میتونه فهمیده که دولت برای ما نبوده است. دانشگاه بچه تاجیک تمام میکنه، فکر میکنه که همین کدمن قپیدن سیاست تمام کرده است، سیاست شناسی، ولی در آسیا کدمن زده است، انجینیر تمام کرده است، یعنی که زباندان تمام کرده است، اومده است یک کاری که تماما اختصاصش نیست کار کرده است. برای چی؟ برای پول نیست، برای او را چی نیست. اگر تو کم ترک سواد داشته باشی، اگر در خدمت عائله باشی، چیزی میگن همون کار را بکنی، خوب میکنی. بعد چند برادر دیگر در مسئله همون ای تاجیکستان از هم رقم های اروپا و پولشا و فرانسیا و گرمانیا و انگلیا و همینو زنگ میزنن برای مسئله رکلام آنتینه قپل بسپوریانه قپل میگیری یعنی تر میکنی. بچه ها چند نفر بعد از هم برنامه‌ای که ما انجام دادگیم
همون برنامه رو تماشا کنید. براتون یعنی که فهمو هست که چیزایی که برای شما یعنی که انجام میتین میگن تو که پل بسپتیه تا اینکه برای شما تری میکنیم انه قفویده میکنیم این تری میکنیم. این گپا همش دروغن، این گپا همش دروغن. یعنی که چی است؟ به خاطر پل کار کردن. بعد بچه ها میگن که واتساپ رو ایجا میکنی قپیده چند برادر برامدن یعنی که من یک قپل ضرر دیدم، یک قپل تریشدم. برای چی؟ برای اینکه این مسئله همون آزاده است که اداره میکند، مافیایی پول کندن در یک ماه تا 7 میلیون دلار کار میکنن. یک تا حتی رو بیزنس های فریب کنی مردم هم اویله کری شود میکنن. او چی میخوایی شما دیگه؟ ریگر بله. سلام و درود استاد گرامی، امیدوارم خوب هستیم. سلامت باشه برادر. بله. چی گفتنیم تا که مثال این مردم خاموش خی امو اقتصادیات و امو تجارتوی که مناپولیوی امو سبب همه یمی بدبختی مردم خاموشی مردم است که این حکومت اویلوی دیکتاتوری چیکار میکنه؟ همه تجارت و اقتصادیات تاجیکستان مناپولیا کرگی داخلش مثال مردم خاموشان نمیدونم دیگری مردم در چی ویم. باید هموطنان عزیز دونین که دشمن شما کی است و این عملی چیکار کرده است. برای اوای سرجم شدن در قرای کار باید کرد. ترس کنار گذارین. اگر تو چند خاموش باشین همقدر ظلم بالای شما شدن میگیره. برای هوای هموطنان عزیز کار باید کرد، حرکت باید کرد، نه ترسید دیگر. باید یک کار کرد. چند خاموش استادی این عمومالی مکوره بدخواهی وطن فروش قاتل مادر به خطا رفته، این اهریمن دشمن دین اسلام، این بدین تون میکنه. یا فراموش نکنین هموطنانی که کسانی که طرفداری از این ظالمی بدخواه میکنین، این بدخواه به هر حیله به هر راههای میخواه که دین از بین بره و شما غلام و دربدر کنه، غلام سازه دربدر کنه، بدین کنه تونه. برای هوای باید کار کرد. این با میدونین با کدام راهها حوزه امام تاکتیکا برده است. امام علی این لعنتی همون مقاماتش دستور دادگی با این مکوره بسیار دانوی زیرکی لینه این شیطان این چند هزار کیلومتر میگریزه. این بچه شیطان ای بویم یا شیطان تاولستگی لعنتی. این میدونین چیکار کرگی همین مسجدهایی که انسانایی که نماز میخونن همون نماز گزارویی که میخواهند که نماز خوانند مسجد ده، این با هر راهی مثال مقصد میگه که وینی کمد ده مثال خدمت ده آدم نمیرسه. این هم قبول شما بچه هاتون مثال خدمت نمیبرین، خو این اینو همین مردمی چه نمیفهمن، شما روی نمیکنین خدمت، خو این اینو میکنن هرچی روزی چون میکنن نمیفهمن چیه مردم. این قبول تین میگه نماز میخونین. این همون یک تاکتیکه امام علی ای که با همین راه میخواه که مردم بدین کنه، مردم همین جان سرک میکنه، مردم دیگر از مسجد دیگه میگریزن. بعد بالاخره چی میشوه؟ مسجد های بعد دیگه میگن کوری کنین مسجد نمیروند. با هم خیلی چی پروکنده این خیلی چیت میکنه، چیکو میکنه؟ بدین میکنه. همون در گجو من گوش کردم قدر خاطرم نیست استوس همین 10 سال دیگه گفتگی اون نامه ها دا گفتگی ده نامه ها دا نامه های آخری که من گوش کردم 10 سال دیگر اگر اون بینم گفتگی مردم می نبینن که 10 سال دیگه دا بدین تون میکنه گفتگی بوتیزم میشوید. این قدر مکروه. این همون با همون پوتین امر هم نمیکنه، با هم سین جین پینگ مین حیوان تجاره هم نداره. این اگر قدرتی پوتین یا سین جین پینگ داشته باشه هر دو شیواره او بیرات میکنه. این به قاتل لعنتی مکروه. این با یگون بشریت رحم نداره. این امام علی قاتل. برای همه هموطنان باید کار کرد، باید ترس کنار بذاریم، باید سرجم شویم، باید دیگر
خاموش نبستین، یک تاکتیکای برین، یک کار کنین، یک راهی حل دیدن در کورای دیگر. استاد گرامی، من یک چند شعرهای مثال دارم میخونم برای هموطنان، خیلی بعد با هم صحبت میشیم. اگر یگان چاپلوس مصبره همین درون در نیستم، اگر یگان کس برامد که زید جنگ کرد، من پدرانه تا کتشیرم کنم. تمام موزیمان ایجادیات بسیار ایجاد کردیم. خیلی هم یک 6 مصرع بخون انشاءالله. بیا مایلش در ملکی غریبی ملت تاجیک من خور شده، ظلم از پلیس روسیه در سر مادران شده. کجا شد ناموس و شرف ای جوان مردانی وطن؟ ذره باید اندیشه کرد ای هموطن، ای هموطن. وطنم امروز بیچاره شده، تاجیکم در وطن خود بیگانه شده. امام علی قزل در وطنم پادشاهی کند، هموطنم بیرون از وطنم غلامی کند. رحمان چقیر هموطنم را خور کرده، بیرون از وطنم سرسان و حیران کرده. ای جوان مردانی وطن بیدار باید شد، ای هموطن، ای هموطن هوشیار باید شد. زهره اندیشه کرد ای جوان مردانی وطن، وطن از دست می رود ای هموطن، ای هموطن. دل و جانم توی ای هموطنم، تن و جانم توی ای هموطنم. اگر یگان چوپلوس برآمد استادم صحبت میشه، کار میکنیم که این چوپلوسانی امام علی طرفدارانی که از این ظالمی بدخو طرفداری میکنن، الله اینا خور و رسوا کنه که تو چند این قدر چشمان اینا کور شده، این قدر چوپلوسی بدخویی میکنن. مگر شما یک فکر و اندیشه نمیکنین که این قدر ملت، این قدر مادران ما بی حیا شده، این قدر ظلم و ستم بالای مادران ما این امام علی چیکار کردن میخواه؟ به اوریان کردن میخواه. شما تو که خاموش میشید. سلامت باشی برادر، سلامت باشی، حسن باشی. خب بله برادر، واتساپ فرمو. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم خوبه همه برادرها خوبن. سلامت باشی برادر. این سری موضوع گپ میزنه. این یک بور فروشی بیچاره که سیو فروشی در راه راه میکنه، ملیسا میآیند سیوش شب او خدا زد و زوادی بومگدو را او یا یگان فیرمدو را چخی که دو نمیسپورن اون اویله دا نسپورن مجبورن تاجیکستان اجرات کنه. بعد ای پیشتی اویله نه در تاجیکستان روزه نه در یگان جای روی جهان. امی راستی در رادیو آزادی یک چیره خوندم، خودم دارم قزاقستان، مقصد در قزاقستان یک گروه پیدا شده، نمیدونم چه که همون مضمون خوندگی من میگم. دو تاجیک برای چی گناه میگیرن؟ اول دعوت میکنن، بعد میگیرن میبرن. یا تا شاروخ نام داشت، یا تا ایگش زین‌الدین. شاروخ میبرن در آواز اومده است؟ بله بله بله. شاروخ میبرن، اول همون سلیدک میگن، همون گالونی خای میبرن دپروس میکنه، بعد یو میگیرن کدوم کافه میبرن شب، بعد دی کافه کدوم مهمون همون مهمون خونه میبرن شب. چی همون مضمون خوندگی توجیکو پرسپورت میشوه همون انسانی که به نام همینجا سه حرفگی چی کردگن او دست باید کردگن میکنم میواشم میگم من نفتیانی که میگم وابشه نظامی دا کار نمیکنم. میگه ای هم خیمون تو اویله خودش ای بای نروه یگام نمود. مقصد گپ تا نفهمیده من نفتیانی که و اینی که چی گپ مقصد چی گفتنی بودی؟ که توجی کمی قپن میبرن میگم بیا جنگ بره نفهمیده. همین یک قزاقستانگی دعوت میکنه توجیکه با عدل با مقصد همین صبر کوریتیت میکنه، بارش میکنه میبرن با ای خوندگی ما در رادیو آزادی یا با مهمون خونه میره برنشه کدوم رستورانه، بعد کدوم بانیای خوب لاتوکوبش میکنن دام نوشته بود ایجوش پیسه نمیتونه. اخی برای چی اخی میزننش؟ علتش چیه اخی؟ برای چی اخی؟ علتش والله والا با کدوم شان دعوتش میکنن.
против кадоми ҳамиҷагӣ мақомдор ҳамиҷа дурӯғ пакада нибиди. ки тоҷик дига бечора ба ҳамин вазъият. Бале бародар, ягон гап дига гуфтанӣ бошӣ, марҳамат. гуфти гапо алон шуҷоатам калонои боха худованд шуҷоат мақсад алони габон. саломат бошӣ бародар, саломат бошӣ. хуб дига ин тоҷик вазифаша бояд ки ҳама ҷои тоҷика бояд ки проблема кунанд, яъне ки итари несте ки тоҷик фақат гуфти гапо чӣ боша. тоҷик ки шудӣ худованд ҳама тарафа, яъне ки дар зери ҳукумати Раҳмонов вақте ки ҳасти ту ба ҳамин шакле ҳаст, моро феълан зиндагӣ дорем ки ранги, яъне ки харгӯшворӣ метарсем, ранги талхакафем. барои чӣ? ба хотире ки мо мардуме нестем ки бояд корҳоеро ки анҷом бутием барои озодимон, барои наҷоти ватанмон, барои наҷоти яъне ки оилаҳомон коре анҷом бутием. барои ҳамин пас чӣ фикр доре ки яъне ки зиндагӣ беҳтар дошта бошем? ҳеҷ зиндагӣ беҳтар ҳеҷ вақт ту кор ки накунӣ ҳеҷ вақт зиндагӣ беҳтар намешавад. Дуруст ана ҳамун масъалаи яъне ки муборизаву зиндагии оянда оно бояд мо ту фикр кунем. агар ки мо фикр накунем, пас интизори ягон беҳбудиву ягон хайру хубие ҳеҷ нафари мо шумо набояд бошем. хуб бародаро, дохил шед. агар кадоме ки суҳбат кардани ҳастед, марҳамат дохил шед, чун барнома медоне ки ман вақте суҳбат ма тамом кардам, бо суҳбати шумо аст. вале ягон зангои вақте ки мебинед ки тавассути барнома наметонед, ватсап хати занг бизанед. яъне ки ватсап хати бедуни мушкил иншоаллоҳ ки занг зада метонӣ, гап зада метонӣ. агар телеграма хати ҳам гап заданӣ бошӣ, агар яъне ки марҳамат тавассути телеграма ҳам занг бизанед. вале телеграма мо чӣ хеле аст ки занга мустақим наметонем дида. ба ҳамон хотир агар тавассути ватсап бошад беҳтар метонем, яъне ки зангҳоро қабул карда. бале. хуб 287 нафар лайки худшона гузоштанд ва 490 нафар дар назарсанҷӣ иштирок карданд. ва имрӯз 28 нафар буд пештарак, 28 нафар дар яъне ки ислоҳ обуна шуданд. 27 нафар дар ислоҳ обуна шуданд ба ислоҳ. инчунин ва алҳамдулиллоҳ ин яъне ки моҳи ҳамин феврал 1,650,000 ислоҳ худаш бинанда дошт, вале фейсбук яъне ки аз 5,000,000 4,800,000 то 5,000,000 рафтагиай. барои чӣ? ба хотире ки дар фейсбук ҳам ҳамин хел яъне ки тамошо доранд. ҳаким, бале. ҳаким ҳаким бифармо. садотон хуб дохил шуде. ба ҳамон хотир мегӯям ки вақте наметонед суҳбат карда, тавассути ватсап занг бизанед. ҳеҷ мушкиле вуҷуд надорад. рақами шумо ки занг мезанед, аслан гуфти гапо ҳамон ки ягон нома надошта бошед, ҳамонта меравад дига. ӯ яъне ки ягон мушкиле дар занг задан. хоҳаро, модаро агар бошед, ягон мушкилоте ки доред, ҳар чизе ки ба сартон ҳаст, занг занед. пас аз барномаҳо зиёд занг мезананд. кӯшиш кунед ки яъне ки занг бизанед, ҳозир ҳар чизе ки гуфтанӣ ҳастед, яъне ки суҳбатотонро бикунед, то ин ки мардум бубинанд, буфаҳманд воқеията. агар мо гапомон ғалат бошад, марҳамат биброед аз ҳақорат карданда мардаке биброед гап занед, то яъне ки воқеиятҳо гуфта шавад. барномаи мо агар ягон одами ҳақораткун набошад, бигзор ай пешво ҳимоят кун. боброда казат кун ки пешво ина карочи бисёр одами бузургай хидмат кардаесай барои Тоҷикистона. ина дар Рамазон барқа дод. ина гуфти гапо одами бузургай, марҳамат бибро гап за. яъне ки ҷаноби олӣ ба пеш, ватан обода, ина марҳамат. ин ки менависӣ бибро гап за, то ин ки мардум бишнаванд, бифаҳманд ки ҷонибдори Раҳмонов аст. анака ай Раҳмонов бачашу духтарашу домудаш ҳимоят накард. ягон чоплуси яъне ки созтара ки медрояд ба фақида казат мекунад ки пешвои миллат ин тари хидматҳо кардагиай. шумо намефаҳмед ёр, яки мефаҳмем.
حقیقت میفهمیم که شما حق میگیم، ما غلط میگیم. به همون خاطر حمایت کردن ای پیشواتون وظیفتونه. باید وقتی که پیشوا میگه از پیشواتون حمایت کنی، روی زنگ بزنی، گپ زنی. هر چقدر که شما گپ میزنی هم قدر یعنی که میتونن مردم فهمیده. بله حکیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که با علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخشش ما از موضوع بیرون صحبت نکنیم. انا درباره همین اسمچه کلابی شما معلومات نداره؟ مقصد امرد کی کشته چه مرده شده؟ هم قدر معلومات های نشر کردگی هستیم در همین برنامه گذشتمون که تماشا کن. اصلاح 6 ساله 7 ساله برنامه داره. ما همه همی که چیزی که بده است نشرشون کردگی. بازی ولی اگر که بفهمیم چی گپ میشه، هیچ رحمانوف هم قدر کشت، فرانت خلقی هم قدر کشت که دیگه بفهمیم چی گپ میشه هیچی. باید ما وطنمون امروز ش فکر کنیم. تاریخ بعد از اینکه دولت در دست ملت زد، بعد یعنی که مورخای این ملت میکوونه واقعیت هایی که مردم در وقت رحمانوف وارونه و کجله میبیننش راست ببیننش، برای یعنی که فهمیدنی واقعیت های تاریخی. ولی تا جای تونستیم ما همه کار کردیم. او خیلی مهمه همو اسم چرا فهمیدن که خیلی مردگیه. نه مثلا ما دیدیم یک نوش دیدیم راستی که واقعا حق گاو زده شعر بچه بوده نسان دلین بینو بر گفتگیاش. اگر نمیدونم که چه بدک نبوده کرد اما یک ویدیو شدیم واقعا حیران کرد. اون ویدیویی که 6 سال پیش نشستگی بود همون را نو خود دیدی؟ نه دیده بودم پیشتر که با دیدم اما آخرش نایده بودم. اونجا دیدیم که کشتی هنوز بشوره. اما بعد مقصد اینترسی که سانگا کشته شی خدا بزنه یا رادیو اینایی کی کشته که اینایی تاغوت کشته کش همی آخه همش یا یک گروه هم چی فرق داره این شیروش؟ همش یا یک کسان همید فرانت خلقی تمام کشتنش. والله الان جزاکم الله خیرا نکیق با سلامت باشه. برادر گرامی در وضعیت امروزه باید گپ زنیم. رحمانوف وظیفش فقط کشتنه. یگان کس نمونده از چخت. همین کسی که مرد باشه این ملت بود رحمانوف کشتگی شه. یعنی یگان چیزی نیست که یعنی که این ملت دست این روزی آرام دو دیده باشه. اما خاطر قضیه امروزه باید همیشه کوشش کنیم که فعالیت ما و شما در یعنی که چارچوبای وضعیت امروزه. رحمانوف کشته است، زندان داره، با ما در 307 تهمت داره، پول کنده است، همه جنایت داره. ما در فکر یعنی اسمچه سال 30 سال پیش کشتگی گپ زنیم. یعنی که واقعا او جای خودش داره تاریخ، ولی ما تو برای امروز باید زندگی کنیم، برای فردامون باید زندگی کنیم. زندگیمون امروز ما باید بسازیم. او آدم یک دفعه تاریخ میشه و زندگیش تنجای سویت داره، کار داره، زن و فرزندش تنجای، آباد خونش آرام تنجای. او باید در فکری گفته گپا یعنی که فکر گفتن تاریخ میگرده و اون چیزی که چی گپ شده اون را باید بفهمه. خب بله، خب خیلی دیده ایسیم یعنی که برادرایی که میخوان صحبت کنن یا خواهرها بعد با فیلم بعدش در ترابه هن وازش یعنی که به همین شکل من یعنی که حالا فعلا دیگه یگان کس در برنامه نداره آمده است تا اینکه صحبت کنه. مهم انتظاری یعنی که در قضیه مسجدها و حالا هم ظلم و ستم بالای مساجد ادامه دارد، چی در نورآباد چی در غرم و در منطقه های کوهستانی. ظلم و ستم بالای مساجد در خاصتا ماه مبارک رمضان از اندازه به حد زیاد شد و از هر مسجدات تا 1000 سومانی 2000 سومانی جمع کردگن برای اینکه ما شما را بمونیم نماز بخونیم. نماز تانا که خوندین تیز مسجد برین دفشین، یعنی نشینین در مسجد. این طریق مسجدهای دولت‌های اروپا 24 ساعت که شدگن، هر کس میتونه تو سحر در مسجد میشینه عبادت میکنه، نماز قیام لیل میخونه، تراویح میخونه. یعنی که همه چیز هست. ولی در تاجیکستان وطن مسلمان ها همین مسجد هایی میکنن برامدی دفش برات هم دیگه نیام مسجد. برای چی؟ برای اینکه میترسن مسلمان از یعنی که همین چیزا.
بله مسئله بلال دودری امام خویا که کشتن او 100% ما اینا یعنی که مقالش امروز هم نشر شد فیلم در دینش نشر شده بود. خب یعنی که این چیزا هستن رحمانوف میکشد رحمانوف امکان نداره که یعنی که نکشد. بله خب سلام علیکم و رحمت الله. برادر محمد اقبال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. نتونستی در ماده سلامت باشی میگم نتونستی خیلی که نشید در ماده. خب مشکل ای در روستا ماده نشید برادر محمد اقبال. برادر محمد اقبال امیر رحمانوف میگون که اگر رحمانوف در فکر ملت میشید در فکر وطن آبادی میشید همین نامه ها از ناحیه ها به امور بس بود. خاکی آدم نیست. همین نامه ها از ناحیه به امور بس بود. هر یک خونخه که در نامه ها گپ میزنی چون ما رو یک بار میبرم محکم کنه. نتیجه داده ایسان محکم کرده ایسان. نامه ها از ناحیه ها گپ میزنی که برادر محمد اقبال و فکر من که با فایده اموای فایده نمی رحمانوف های رحمانوف های رو دشمنه میگه که جبی های نه دیدی دوی خیلی پل بتی برا کار کن دوی خیلی پل شمه کنه با من کار منا خیلی همه که ظالم با پل شکی بکنن خوب نیست که مو پل شب بکنن همو یا جنایتکار و مقام رحمانوف در دولت جنایت پیشه مقام دارش هم جنایت میکنه اما خاطر جنایتی او را ما باید بگیم او را رحمانوف چکارش میکنه ولی نه همه شوتری نیستن. خیلی چیزایی که ما می نویسیم نتیجه های زیاد داره. مثلا در رودکی اونو کمپیری که نامه نوشتگی بود یعنی که قضیهش خیلی معین شد و دیلوار بود یک دیگهش احسان بود همه اینا قضیهشون برمدگی او یا صدبرگ بود که بود او گریخ راسیه رفت هیچ کاری که در اسلام نشر شده است و به نتیجه نیست. فکر نکنه که اون نتیجه نداره همش نتیجه داره. یگان نامه ها برنامه‌ای که نشر میکنیم یعنی که به شینه سوالی بعد رمضان بسیار چیزای ای یعنی که چی میگن پیشوای اقتصادیات تاجیکستان شیرالی گل از اسمت دولی که نشر میشوه ولی از کامیل میرزا علیوف نشر میشوه همه این چیزا ان شاء الله که وقت خودشون دارن ان شاء الله که بعد از رمضان باز یعنی که برنامه‌هایی که واقعا هم یعنی غیر لایق برای رمضان بعد اون میشه. بله میگم برادر محمد اقبال والله قسم کو همی سمیا بر وقت جور شدگی ای سمیا پروتنی مردم یا شک پریود دادن کو این سمیا کو می پاتو هم از میگریزا نخواه ترسی رحمان خواه بیایی در شهرهای مردم وطن کنیم و بستیم وطن خودمون نازانیم 40 گرادوس 50 گرادوس خنک دمیجا بستیم اگه ببروی والو قدم چیه یا سمیا شکستان چیه خداوند توکنمو میگردیم والو قدم داری شهرهای مردم توجی تون رحمان فرسو در اون جو قدر نداره توجی بله این قدمو کاگه یا خوبی که هست نکرد افغانستان آواز مو 34 سال شید در طور سرمو چورمک شده سال بله این پروردگار برکت این رحمانو گرفتگی ای که والله خاطر شاو روز بداو رحمانو شاو روز بداو کت سریع نمیبینی همه بیزنس ها تیار کنی باید بیچاره میاد افتاد سویت میگه با بهتر با پلاتید مینا یه بم برده باو شولد رحمانو افتاد ترا پلاتید کنن این کچای میاره خدا کچای میزنه او میبرار ترا پلاتید کنن انا یه حکومتی یا ظالم خوبی کنه که افغانستان بگی بر همه بود اما افغانستان اوسکنه برای سر وظیفه برای نابود شد رحمانوف
به خدا قسم که برادر محمد اقبال نمیدونی را چی بگوی، به خدا قسم. چیزش میگوی بگو پدن حالتا همه برای ایره جایزه گفتن، همه برای رحمان گفتن اجازت های. اینه برنامه که برای رحمان رو بشنوانیم که ترا همین مردم نمیخواهند، دوستت نمیدارن، نمیخواهند ببینن دیگه. در جون این مردم زدگی پدن حالت بس که دفشه بره. اینه مردم ترا نمیخواه. انا همیه. دمی 34 سال، دمی 34 سال چی مردم خوبی که اگر والا خطا توانت بره چشما شوی میره کو رویش میره رسی برا رسی سیمیای خیلیشان توانت نوشه در اروپا و در چون جو کاتیج دواره چون چی یا برادر محمد اقبال یا برای تحمد به حد زورنده اونا افادلای تخم دزدش او با دایچوی مرحوم در ماده تخم نقل کیبو در اروپا میدونن برای طرفی دولت چیز میتیم برادر محمد اقبال دچا او از خدا شبانه فهمید بود دچا خریدای گفته آخش کافی خیلی یا برای تحمد به حد زورنده یا برادر محمد اقبال وظیفه‌اش نه اینو را چکار کنیم. یه پروردگار رحمانوف دائم مای بزرگ پروردگار به این نرسه یه پروردگار در پروردگار بله این بیرون دامو کتن مردگی الان زاگیانه پروسسی را بای نمیتونیو بله واقعا نمیخیله برادر سلامت باشید فرمان باشی برادر محمد اقبال یا بالا منم یکو چاپلو درمات من میدرم یوتیوب کتی هم نیست انشاءالله. سلامت باشید. این برادر واقعا هم گفتی گپا یکی از برادرای مبارزی واقعا مبارزه الله حفظش کنه. این بچه‌های هستن که خداوند اینا را برای همین مبارزه آفریده است. بله سلام علیکم فرما. سلام درست. سلام علیکم. بله بفرما. برای اویله چقدر اگر گپ زنیم با قوله که گپ کمی میکنه. یک زمان ما را عمل از طرف کارخانه با طرف همو دیه های همو چی بردن علی مردان بانکیر بود همو طرف بردن براستی یک کوه و تیپه و همه خیلی منطقه کلان و سرسبز و قراه ها زیاد همین چیزا بود دچه های بسیار بود و ما خواستیم بعضی همون را بدرویم داخلاش بینیم گفتن نه ندروی که ای آزاده ایش ای تخمینه ایش ای زنگ رستم های همه خیلی قریب 10 سالی پیش بود شاید کمتر ما هم حیران شدیم گفتیم نخو همه همینو از همه باشن گفتن که بله همونجا استاها کار میکردن استاهای خوجندی برادر خودمون خدشان هم صحبت شده اسراف به درجه که میگم علی مردم میگم میبینن میگن نمیشوه تمام ابوای و همه چه میکنیم دیوار اینان باز سر میکنیم برای اویلا با میگم میزنیم 2 ماه 3 ماه دیگه یا 1 ماه دیگه باز میگن نمیشوه با میکنیم میپرتیم انا میخیریم خلاص یک جای دیگه رفتیم در طرف قرطاق آوازمان هست بله آواز هست درست رفتیم دچه آزاده بدهی فقط یک دروازه درآمدگاهش $10,000 از گفته استایی که همراه ما بود $10,000 شما باور کنید و این قدر از خدا این قدر آزران شما گفته همه تجارت ها را گرفتن خوب درست همه تجارت ها همه دچه ها در همین تاجیکستان همش متعلق به هم شما باور کنید این قدر خب یک سرگذشت دیگه عجیب که یکی از دوستا با یک افغان بچه تاجیک افغانستانی دوستی میکنه خیلی چندین وقتا دوستی میکنه بعد افغانستانی میگه که برادر یکم خیش تبار همسایه یکم خوب نیست که برای همون دادرم همون را کلین کنیم
خب این میگه هستن بعضی این راه دور است تا این رفت آمده این پدر مادر اینو رفتن آمدن با روزینی نمیتین. میگه راهش هست تو تشویش نشه، فقط هم آدرس نامش بگو، نام فامیلیش بگو، آدرسش بگو، ما هم یه هفته پس باید توی میکنیم خونه کلین میکنیم. اینم حیران میشه، میگه چگونه این کارو میکنید؟ میگه ما آدرسش میتیم اینجا بچه ها ده خلاص که وهم بیارن. خیلی با کنجکاو میشه، پرسپاس میکنه و بسیار دوستای نزدیک. میگه ما همه پولی که همون دختر باید بیاید با $5000 در قاچاقچی افغان میتیم در نشر جلابا. نشر جلابا نشر را میبرن همون جای لازمی در نیژنی پنج در همون منطقه در جای میتین. اینجا امنیتی تاجیکستان دختر را میگیره میبره، همون شما میگذراننشه میره و 2 روز پس در کابل در هر کجای افغانستان میرسه. این واقعیت است. اکو دختر کلن میکنن میورن گویا. اگر دختری خانه باشه آدرس پادرس اون مرده که افغان میتیا اینا از اینجا میدزدن میبرن در اون میتیان بارتر میشه. بارتر این واقعیت خواه من نمیره. همون بچه افغانستانی میتیم مشکل نیست و هم با نمیترسه یکون کسیش میکنه. یک چیزش عجیب و چند بار آمده از همین تاجیکستان بوچکای کلانی که علیم زواد میبرن بعضی میتلالان گفته همونا را باید تجارت کرده افغانستان بردگی است. چندین بار همی کارا کردگی است. من مرحمت با ما میگردن افشتین گفته که کی افشتین چیکار کرده است. در تاجیکستان همی کار شده است. در تاجیکستان واقعا دهشت است. اینا رو ما میدونیم که دختر میبرن این تجارت همین اویله است. قسم به الله یگونه این کار واقعیت است. یگون جای شوخی نیست. باید خودش بدهنش گفت که من میدونم زنی فلان دوستمان یا که کلینی فلان دوستمان ای تاجیکستان ای دخترای خوبان. همین که اینجا یک فرد شروطش بوده است که تا 5-6 ماه او دختر باید تاجیکستان زنگ نزنه. بعد 5-6 ماه بعد زنگ میزنه میگه خیلی من در فلان جایم زندگیم خوبه. انا یک جا عجیبی نازکی کار همون جایی که دختر گم شده از تاجیکستان از هر کجای تاجیکستان گم شد یکمین کاری که میشه اوچسکاوی معلمای مکتب دیرکتور مکتب همون دکترا همون چیزای همون جماعت چیزا یکمین گپی میبرن میگن که این دختر فاحشه بود حتی کدام یا برش گریخ رفت. همین گپ هم میگن. ولی این در این کار دست دارن دیرکتورای مکتب و جماعت و معلم ها به خاطر که دختر ای خونش باید برن با همین یک دوگانه همون با یک معلمه فیراد کرده است گفته و به همین خیلی میبرورن و ایلا نبشم دختر 15 ساله 17 ساله از کجا و چیکار دارن میبروید همون خیلی میبروید در همون شب علاکای و از نیژنی پنج چی بود یا بندر کیمچی حیرتون همون شیرخان بندر یا که چی میگذارن شیرخان بندر از همون جا گفت میگذارن و قسم خورگو همین کارا میکنن. اینا همین روز شهلای گلخوجه همین سحر دیدمش من یعنی که چند کس گم شدگی اینه دختره جستجوی هفتم تخمینه شریف ها دانشجوی اموزگاه تیوی دانشجوی یافت شد. اما جستجوی روزی هفتم مارس جسد تخمینه اینه دخترک جسدش یافت شد. انا که با چند نفر دیگه 14 ساله 15 ساله 18 ساله همیتری گم شدگی هن. یعنی اینو هم مشون می روان افغانستان بهش که کراچی کی باشه همین خیلی وظیفه شونه اینه. نه تنها که افغانستان این طرف با پاکستان و با هندوستان رسیدن این طرف قاچاق میشون میبرن تا دبی و کجا میروند. این واقعا هم میخیل است. دختر تاجیک خواب بگذار که اون کلین کرد یک نفر کسی که اون رو میدوزد کی میدوزد؟ امنیتی تاجیکستان در بالای اون کی میستد؟ جایره میستد. زایر جایره و اینا نباشم نخواد که یک دختر آدمی زنده از همین جا بگذاره همون امنیتی یکون نفرش نبینن. اینا 100% میدونن. فقط تنها که خداوند یکون دختر همونا را اگر از همینجا
گم شود چی شود بعد شاید که اونا همی سیره گپ زنن اونا حاضر گوش میکنن میدونن که همی کارشی نیست است شاید از دیگر شاید از دیگر از دیگر گذرگاه های مرزی هم باش کرد ای کار ولی که از همین شیرخان بندر زیاد گذشته نیست اگر دختر باشد گپ در سری که دختر رفته است ولی که یعنی که شوهر کردگی شوهر مرده باشد خیلی باید چند رو چون مهمان میکنن برامون میکنن اینو برتر میکنن افغان اوجه پول میتید در قاچاقچی این طرف مال میگذروند اینو اوجه دختر میتید اون میگیرن میبرد اوجه تمام نکاح میکنن به محرم به یکم ریزیاگی یکم کس بعد 6 ماه یا 1 سال پس به او زنگ میزنن میگه که خیلی من زندگی دارم تمام خانواده‌اش هم خب دم میگردن که بوده هیچ گپ نشده خیلی که دیگه همیه دیگه حکومت رحمانوف که زندگی میکنی دختر تا میتزا تجاوزش میکنه بچه تا میکشه همیه حکومت ای گفتی گپوت ای وظیفه حکومت رحمانوف 100%. همین است دیگه. سلامت باشی برادر گرامی. بارک الله الله حفظ کنه. واقعا این چیزایی هستن که مردم یعنی که یگان گپی یعنی دروغ نیست یگان گپی نیست که ما تهمت داشته ایسا باشیم یعنی چطور هر روز جنایت های مقامات رحمانوف که یعنی مردم چکو میکنن میگنه میفهمن یعنی که دیگه یگان گپی نیست که مردم نفهمن همه جنایت هاش روز به روز آشکار شده است. بله سلام علیکم واتساپ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد اقبال. بله برادر خوبی تیجیست یا سلامتی؟ سلام باشید برادر. بفرما شما در برنامه قرار دارید. بله الله در این راه صراط المستقیم همیشه استوار بود و ما و شما و دوباره تمام رو برادر من یه مهاجر. بله پرمای افیر برادر. بله گپ زو برادر گپ تا بگو تمام در پرمای افیر هستی صحبت که برادر. بله اگر یگان تلویزیون تماشا داشته ایسا باشی آوازت بعد میرود تو با همین تلفن گپ تا گپی من گوش کو گپ زد تمام. بله نه الحمدلله گوش نکردستم یگان تلویزیون نداریم الحمدلله پرمای هم خیلی واتساپ گپ زدستم الحمدلله پروسا گرام کشتم. خب خیلی خوب گپ زد گوشت کسیم برادر. ای گرام کاست بگیرمش یا هم خیلی بستم. نه مشکل نداره گپ زد یگان مشکل نداره خودت گپ زد تمام. من اگر یگان مشکل باشه میگم مشکل است داد گپ زد تمام. خب برادر خوب صحت سلامت الله حفظ کنه شما را. سلامت باشید. اون برادرایی که الحمدلله در این راه مبارزه برآمدن الله اونها را با هم موفق کنه. خدا ما و شما را موفق کنه در این راه صراط المستقیم. آمین ان شاء الله. ما با امید پیروزیم. الله ان شاء الله ما مسلمانان را پیروز بگردانه بالای این دشمنان دین بالای این خاصتا این خوبی وطن باور کنی برادر محمد اقبال. من نو هجرت کردم با همراهی فرزندان مرحوم 5 تا پسر. من خواهم برادر خیلی گپای خوب دارم بزنم که الحمدلله باور کنی ای زخی و ای الحمدلله. سببی هجرت چی بود؟ برای چی وطن برمادی با 5 فرزندت؟ برای چی برمادی؟ از برای کم بودی از برای که نسبت دین ما را به درجه سخت گرفتگی که در خانه ما نمیتونیم دین ما پیش بریم. حالا که همسایه یا رفیق دیگه و دیگهش میوید می رفت و آمده می پرسن می بینن چی به شما تاری نماز میخونه چی به تاری نماز می چی به شما گاب نمیزن چی به مسجد نمیرین چی به مسجد 1-2 خانه حسنه مسجد ما کم شده 2-3 سال محکمه رمضان غیر رمضان 5 وقته تا حتی با تمام مقامات برآمد کردن بچه‌ها برآمدن تا حالا که بسون گفتن مسجد ما هوی کنین هوی نکردن گفتن نه سوم تمام قبول داریم نه هوی میکنیم اجازت نیست تمام. بخشش ما که تریتوری ما گفتن نمیتونم برادر ولی نگو شاید من ایجاد کردگیم بسیاری آدم‌ها باید بدانم ممکن گوش کنم بفهمم. ما ای شهر دوشنبه
بله 100%. دوام بتی برادر گفته. خب دوامش بله برادر با درجه برادر نسبت دین حاضی در ما تنگروی است. برادر نسبت دین قطعی همسر یک جو برآمده رفته نمیتونی به سطر بریش با موافق قانون و قاعده شرعی، حالا که از تو پرسان میکنن، از همسر پرسان میکنن، از تو علاویده میپرسن، از همسر علاویده میپرسن، باید تر یک کاری کنن که باید همین گپ دبدروی، باید یک اشکار کنی، باید یک چی گپ زنی که تو مخالفی یا که موافق، تو چی عقیده داری، تو مقصد چیه. برای این برادر ما هجرت کردیم الحمدلله از وطن مدت یگان 5-6 ماه شد. شاید ما تلفن کنم شما دا معلوم باشه که ما از کجا زنگ زدیستم. بله مهم نیست که در کجایی، ولی مهم صحبت کته. خلاص او چیزی که بین ما و تاس و میمونه. مهم که گپ تا بگوده مردم بفهمن. یعنی که مشکلات دینی در تاجیکستان زیاد بود. یعنی هدف زنگ زدن تامین است که در تاجیکستان شخصی مسلمان زندگی کردنش مشکل است. درست؟ بله بله بارک الله فیکم بارک الله. بله بله برادر خیلی متشنج است، خیلی وزین است، خیلی برادر باور کنید در داخل خانه با همراهی فرزندان درس تعلیم دین نمیتونی گرفته. برادر یک خدی و بیگانه را نمیتونی خانت فیراد کده، یک آدم ریشدار و سطردار یک آدم بدرویه، یک این چسکوی باور کنی رنگ سگ میگردن. نمیشه خانه کوچه با کوچه روزی روز یا ماشین در تای پاش گلکی گو دیگه پا هم غلی بچه مای نو 20 ساله 25 ساله است نیسته میگردنیم که سگ گوریم سگ چهل سگی بسوی میدیم که هر یک خونه را تا مایده تماشا کرده هر یک کدام شهر از ویدکه میکنه که کدام خونه چی یا پس چی کوره. خاصتا مرا خیلی برادر باور کنی برادر چند بار تهدید کردگیم برای ریش در پیش خونم میآید میگذارن ناخواسته که میبروی برادر اکا ریش درست شده چکو کده بود چی مقصد داری این ریشت کلتا بود فلان کده خیلی دیگه من نمیدونم دیگه چی بگم اوخی گپوی را در یک ساعت در یک منوت در یک لحظه همه گپوی را گفته نمیشه. یه را آواز من خودم در یک لحظه الحمدلله باری اوله که الحمدلله تماس گرفتم با شما برادر خیلی درد دل زیاد دارم، خیلی درد دل زیاد دارم برادر. باور کنی نمیدونم از کجاش سر کنم. خلاص مهم همین است، یعنی که وضعیت وطن از برای دیندارا و مسلمانان خیلی بزیب است. یعنی که از همه نگاه یعنی برای مسلمان زندگی کردن در تاجیکستان تنگ شدگی همین خیلی درست نمیتونه. بله همین خیلی نیست برادره که یگان جو 5 کس 10 کس یک کس وخوری میکنه، یک همسایه یک فیراد میکنه، یک معرکه میکنه، اگر یک سخنی میکنه از حق و حقیقت تمام خط بس دیگه گم نزد دیگه نراوسی که جای گردوانو در نمیدونیم کیه چیه شاید برای خبر شاید نروا نزد تمام همین گپ میزنی یگان گپی خطاب زد گپی تجارت گپ زد گپی خانه گپی شریعت گپی حقیقت گپ نزد آشکار نکبر تمام چیزی هست همون دل دامونش بسته. این خانه ما داز گپ میزنی یک کس میگه فلانی را فیراد کردیم فلانی فلان گپ زد خانه گیرده خانه فلان گپ هم خرد گناهگار هم او گناهگار بیا برادر اکل تمام دیگه من نمیدونم در کجا چی گپ زنیم کی را در کجا ما دعوت کنیم خیلی بفهمونیم. باور کنی یگانه راه حاضر برای برادرای مسلمان و موفق موحد متحد یگانه همین راهی هست که الحمدلله ما را میشنوند. اگر چند سیرت ما نبینن صورت ما نبینن آواز نمیشنن شاید برادرها بشناسن از آواز مرا شاید برای من الحمدلله شاید در اون تریتوریا گپ زدگیم خیلی گپ زدگیم الحمدلله در مسجدم گپ زدگیم. الله حفظت کنه برادر. مهم نیست که خطا بشناسن ولی مهم همین است که درد دلی تو برای مردم تاجیک فهمانده می شود تا شغلوسا بفهمند که تاجیکستان برای مسلمان
زندگی کردن رنگی جهنم شدگی است. یعنی انا همین چیز بله، دلیلی بله. اساسی است که این ملت باید بدونه دشمن دین شه و دشمن الله شه و دشمن پیامبر شه و دشمن فرهنگ ملت شه باید بشناسه. رحمان و هر کسی دوست می‌داره بدونه در همین رمضان توبه کنه، توبه نصوح کنه و بفهمه که رحمان و شخصی نیست که او دوست داشته شود و احترامش کرده شود. رحمان و یه شخصی است که بدبخته. برادر اهل اسلام همون همین مجسمه همین سیرت چنگه میکنی که نعوذ بالله دیگه نفرت میای نگاه کنی هم خوک شیده اینم که خوک نه که زور خوک رنگی باور کنی خوک آدمو تماشا میکنن میره در باید دیگه از یون انسان دیگه باور کنی ای خوک دارن دیگه نمیدونم را چی بگیم موقعی نعوذ بالله دیگه دور روش نگاه کردن نمیشه با درجه او را گون دیگه پا آرو و تورا میکنه به همون نگاش کردن نمیشه چه جایی که گون دیگه پا رو ای دور کامیرا میکنن ای دور نشان میتین اگر رو ای نزدیک با او سیرتی که خودش هسته نشان شدن که نعوذ بالله باور کنی امی آدمی به سواد یا ابله گوده که نمیخیل نمیشتنی او را ببینه احساس میکنه که خوک شده خوک خیلی بردینی خدا گون دیگه پا پرمای برامده جنگ اعلان کرده همین قیقی آشکارو نمیگه نمانده یکون وریانتی که او بدبخت نگفته باشه تکراری به تکرار ما خیلی میگه پورا بسیار میشنویم شاید نیست که همون گپا رو تکرار کنیم نه که مهم ایه که در تمام موضوعات گون دیگه پا دینی او دسترازی کردگی نعوذ بالله او در تمام موافق زیدی قرآن گپ زده زیدی حدیث گپ زده زیدی فقه تمام شریعت در دیگه پا نعوذ بالله او گپ زدگی من نمیدونم قطعی بدبخت قطعی همکروی قطعی چاپلوسایی که میبروین نعوذ بالله یا ایمان نداشته باشن یا یگان ذره اخلا نمیترزه یا در همی قلبشون باور که محبت دنیا جوشیده دیگه محبت الله و رسول در قلب یا ذره نیسته با زبان یا میگن در اصل یا در نیست خیلی چیز اگر یا در خیلی چیز باشه یا ذره میسن یا فکر میکنن یا ذره میسن فکر میکنن کجا رفتیسیم اخی هر روز ما خیلی حیات نیستیم هر روز سیاد نیستیم پگه خلایق پگه این مسلمان ها بالای ما میوین پرسپوس میکنه ما هر روز این وریان نیست برای ما را یا الله عاقبت ما و شما را بخیر بیاره باور کنی من نمیدونم از گجاش خواهم کنم چه خیلی گپ زنم من باری اول احساساتی شدگی موضوع برادر واقعا درست میگی یعنی حقیقتی واقعی دیلتونه که در درون وطن بوده تماشا میکردیم او را یا نه بله تماشا میکردیم میگفتم برادر نه که استاتیت وزمینه من دو کس شاهدی حالم برادر که بچه های نوجوانی که نویتش صاحب دو فرزند بود یکتش حالی اینستود میخوند همین برادر خودی ما ای نزدیک الحمدلله میدونم برادر که بردم 5 سالیشون دادم برای انمیو برای انمی گپ زدن انمی لایک باندن همیو برای گپ زدن قطعی همیو وای دوستان یا چخیل پینانی گپ میزدن چخیل میکردن اخیر ایمون یا رفیق همون نزدیکیش چخیل پیخست شدن ای تلفونش پیخست شدن دیگه اوسن شد نمیدونم خلاصه که میدونم برادرها رو من ناز میدونم نزدیکم میرم 5 سالی دادنشون با درم درون نمیدونم 2 سالش چند قشید با گرفتم با ایسر با پریورات کردم با قرآن بردنش با مشکل که زیاد کردن ده جوانی نو یکان 22 ساله شاید باشه 23 ساله همین جوانیت دیگهش نو یکم کردیم کرد بود هم برادران ما نزدیک میدونم برای هم قبولتن محکم بود همه یا به دیگه من همیشه نمیدونم خداوند که عاقبت این ملت را بخیر کنه سلامت باشه برادر گرامی خوشحال شدیم از زنگتون الله سلامت باشه برادر التماسی دعا باور کنیم مهاجرت دعای مهاجر انشاءالله قبول و مقبول است انشاءالله دعا میکنیم خاصتا در این ماه مبارک در این دهه اخیر که الله دشمنان دین رو خجیل و ضعیف و ناتوان بسازه امین پروردگارا این مسلمان ها را بالای این کفر و شرک و اینها پروردگار مسلط بگردونه پروردگارا دعا میکنیم که خدایا
این مسلمان های تمام کره زمین پروردگار بالای این کافر را مسلط کنه. باور که برادر خیلی خیلی احساسات شدگیم، به احساسات داده شدگیم. باور کنی ای هر روزی که من باور کنی میبینم میشنم زنگ میزنم، روز به روز نسبتی گو دیگه پا خلق خلایق ظلم بیشتر شدگی. ما باور کنی ظلم و کپا و کورا گپ زنم برادر خیلی خیلی که افسوس که خیلی همین قدر خوب است. سلامت باشید. بهترین برادر یعنی گپ زنم با یگان کس درد دل داشته باشد در دلش گپ زنم. سلامت از سوزش دل برادر باور کنی نیست یک جایی که قلب برآورده خیلی دل برآورده نشان داده بشه که ما بچه یاش باور کنی الحمدلله من سین یگان والله عالم 47-48 ایمان با 5 تا فرزند برآمدگیم الحمدلله. سلامت باشه. نه بارک الله، الله حفظت کنه برادر. زنگ بزن خیلی بارک الله برادر. خب اینه درد داخلی ملت است، بچه‌ها که چی وضعیت دارن. بله استغفار رحمان. بله صحبت کنید. تشکر برادر. ما در آسیاییم یا برادرمون اگر کشما این برادر در برای اسلام گفت و اون دمیدون که هم گفت نزمون کسی انشاءالله این برادر کتیش گفت زدن گفتم که چیبا روزانه میگیری چیبا نمازنامه میکنه این برای کمون اگر چی میدونه حالا هم فصل دی روزاگیری مونه خداوان همی اکسان شانس دو دای روزانه میگیری نماز نمیکنی میگه اکو تریتور امو دای تلیگه بکر نیست در توجیکستان میگه تریتور است در گیره میگه پان میگه ما را گفتگیم وابشه روزا نماز ما با میگه نماز کنی نمیدونه 3-5 دو ماچی دافتم و تمام گفتن یا با ریجا میبینیم بچه در همی چیه ماچی تای زن تا فلان میکنیم و تمام گفت بچه هم دیگه نره ما تازه تازی نماز کنی را میگه اکا والله قسم نمیدونم با خدا رفتم این جای مگزینه اسلامی در همینجا هست الحمدلله رفتم کتاب جای نماز خریدم آوردمش والله نشانش دادم میلاد نه توازی نمازش را خونده است میگه با خدا که وضعیت ما واقعی بیزی به طرف خواهد میگه روزا نگیره نگم میگه اصلا مدامای میام ریسوی هستن که روزا نگیره میگه چند الله اگر کلیش او توجیکستان آقابتش بخیر شد گفتم اگر نما خودم در اونجا نیستم یا درون نگم 8 سال ما در اون توجیکستان نیستم خودم در اونجا بیم آقابتش پدر و خواهر و مادرم و بخیر باشه و در اگر خیلی نباشه در مکان در جا اونجا اگر انشاءالله بعد وقتا در تاو کردگیم مردم اکی نماز خوندن و زنی گداز نمیتونه خیال میکنم مسافده همونجا نماز فرض نماز خونی رو میکنم نمیدونم چه نماز خونی. بله درسته برادر. سلام باشید. ما شده ما نگهبان پروسا انشاءالله میدونیم که برادران را کارمون از چند کس نگاه داره کارمون نترسه چکه ترسه و قدر ظلم نترسه این خدا میدونه این مردگی بدبخت این مردش مترسیده شه ایالوی از اون خطو ترسه اما اللوی پک خطو ترسه که فقط پیش همون میریم یا سگ دیجا میترسه شما الله نگهبان که بترسه محمد بود. سلامت باشید. واقعا درسته همه در دورت دسته که چگونه ملت مردم از دین از اعتقاد از همه چیز دورش کردن. انا همین است صبری ما صبر از اندازه که زیاد شد وضعیت به همین حالت میرسه. خوب بیننده عزیز گرامی از این دیگر وقتی قیمتی شما را هم نمیگیریم انشاءالله در ما هم وقتی افطار شد امیدوارم که انشاءالله در گذاشتن لایکاتون و همراه بودن با اصلاح فراموش نکنید. ما و شما باید که همراه باشیم و کار برای مبارزه وطن و ملتمون بکنیم. ما یعنی که خاطر کردن این برادرای گپ زدن مردمی که صحبت کردن درد دل واقعی ملت است و باید که این ملت بفهمه و باید که این ملت بداند آگاه باشد که در چه وضعیت قرار داره. اگر ما نفهمیم وضعیت ما روز به روز بعد شده میرود.
خوب در اخیر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرف برای ما عنایت کنه. الله سبحانه و تعالی تمام همه اون چیزی که از دست دادیم تا امروز بار دیگر به ما و شما عنایت کنه. الله در این بیگاهی ماه مبارک رمضان زبان روزدار و در این بیگاه شب 23 ماه مبارک رمضان آرزو میکنیم که شب قدر پیدا کنیم و آرزو میکنیم که دعاهای ما مستجاب باشد و آرزو و تمنا میکنیم که ما را از جمله بخشوده شده های این ماه مبارک قرار بدی. آرزو و تمنا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را به عزت و شرف و همه آن چیزی که لایق ما هست به این نبیرگان امام بخاری، به نبیرگان امام مسلم، به نبیرگان امام ابو حنیفه، به نبیرگان 22,000 عالم صاحب دیوانی که به این دین خدمت کردند، ولی امروز فرزندش از دانستن عادی‌ترین مسائل شناخت اللهش ناآگاه است. خداوند فرزند این ملت با کلمه توحید زنده نگه بدار و با کلمه توحید از دنیا بمیران. ای الله پاک، تمام آنهایی که بر ضد این دولت و ملت کار انجام میتین، خیانت میکنن، خداوند خیانت اونها را بر خودشان باز بگردان. ای الله، تمام آن افرادی که افراد بیگناه این ملت برای ریش، به خاطر حجاب، به خاطر نمیدونم هر چیزی عادی اینها را تهمت و وارد زندان میکنن، خداوند به کیفر اعمالشون برسونشون. خداوند دردهای برای اونها بوده که اصلا شفا یافتنی نباشن. یا الله، اول هدایتشون کن اگر لایق هدایت باشن، اگر لایق هدایت نباشن خداوند از اونها همچنانه که از بدبختترین افراد و شقیترین افراد این امت یا این مردمی که خلایق در روی زمین است خداوند با بدترین وضعیت اینها را گرفتار کن. ای الله پاک، تمام زندانیان بیگناهی که بیگناه در زندانهای رحمان قرار دارند، الله از زندانها آزادشون بگردان. ای الله پاک، جوان این ملت غیرت و جسارت و حمیت و شجاعت عنایت کن. خداوند و پدر و مادران ما صبر عنایت کنند تا اینکه فرزنداشون به ترسو بودن دعوت نکنند. ای الله، همه آن چیزی که برای ما نکوست که تو میدانی که چی برای ما نکوست و چی برای ما بد است، تنها از تو امیدمان این است که فرج و پیروزی را برای ما هر چیز زودتر عنایت بگردان. ای الله، از سال 2026 این خوگی پلیده دورتر و دورتر نبر. هر چی که هست تیزتر ای الله غندش که. ای الله پاک، هر چی تیزتر این پلیدی کثیف مادر به خطا رفته لعنت کرده، ای الله هر چی تیزتر دفعش که تا اینکه این ملت نفس تازه بکشه، جوان این ملت آسوده زندگی کنه، جوان این ملت در وطنش بر بگرده، جوان این ملت خائن و نمیدونم با نامهای دروغ تهمت و اتهام و زندانی نشود. الله، دامان زن و مادر و دختران ملت تاجیک پاک و پاکیزه بگردان و از دامان زنان و دختران این ملت فرزندان صالح و صالحه به دنیا بیار تا اینکه توانند آینده نیک برای این ملت کار کنند و این وطن و ملت را صاحبی کنند. ای بار خدایا، هر کسی به این ملت ظلم میکند، ای الله با خون خودش آغوشتش بگردان. رمضان رحیم زاده که با ماده 307 ملیساش مردم برده ایستن، ای الله با دردهای گرفتارشون که به خلاصگر به مرگ تمنا کنن ولی نکشن تا اینکه بجراحن، تا اینکه بسوزن. ای الله، تو که خیلی یتیم و جوگایش کرده وزید به پخته او خورده است. ای الله، هر ظالمی که همین ظلم میکنه، چی بزمکه، چی خوب مکه، چی خرمکه، هر کدومی که این رتبه دارایی که بر ضد این دین و ملت مبارزه میبرن، خداوند هر چی تیزتر و زودتر اینها را از سر این ملت بردار و سایه شوم این بدبختا و پلیدا را از بالای این ملت دور کن. ای الله، تنها و تنها از تو اجابت میخواهیم. ای الله، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ای بار خدایا، تو عفو و بخشنده هستی. ای الله، ما را به عزت در این دنیا زندگی کردن باموز و ما را در این دنیا به عزت زندگی کردن عنایت بکن. ای الله، فرزند این ملت شجاعت و حمیتی بیشتر و بیشتر عنایت کن تا اینکه توانند در مقابل هر زورگوی ایستادگری کنند و در دهنی هر یک ظالم مشت آبدار زنند تا اینکه دیگر بر علیه این دین و این ملت سخن نگویند. خدایا، شجاعان این ملت بیشتر کن.
ای الله هر شجاعت، هر جوانی که میتواند کار برای این ملت کند، همت و غیرت، شجاعت، حیثیت، تواناییش بیشتر و بیشتر بگردان. خدایا دست بالای این ملت از افراد دست پایانش بیشتر بگردان. خدایا خداوند کریم و عزت و شرف با تمام برادرانی که در قلبشان بر علیه این رحمان و فضلند، خداوند برای اونها باز هم تقویت ایمان بکن. ای الله ما را در این دنیا با کلمه زندگی کردن با آموز و طبق اون کلمه شهادت زندگی نمودن نصیب و روزی بگردان و از دنیا با کلمه شهادت از دنیا رفتن برای ما و شما عنایت فرمایه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.